فأذن له فدخل أبو بكر وارد منزل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها اترفعین صوتك على رسول الله، صداتو بر پیامبر بلند میکنی. این همون آیه که میگه ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، که صدای خود را بر صدای پیامبر بلند نکنید. این همین ام المؤمنین که الان شما داشتین تعریف میکنین. قال فحال النبی صلی الله علیه و آله و سلم بینه و بینه، بعد پیامبر میاد میپره وسط این دو نفر، یعنی بین ابوبکر و عایشه، چون ابوبکر میخواسته عایشه رو بگیره بزنه، یه گوشمالی بهش بده. بابت همین صدایی که صداش شما زیاد فضولی نکنید، شرح ندید. شما لطفاً آقای محترم فضولی نکنید، شرح ندید. همون چیزی که حدیث هست همون رو بخونید. بله؟ بله؟ ناراحت میشم به خاطر فضولیای شما. شما فضولی نکنید، فقط ترجمه بکنید، شرح ندید. ترجمه کنم؟ فقط ترجمه بکنید. خواستم ببینم چرا این ام المؤمنین چرا صداش بر پیامبر بلند کرده بوده. این یک. خب بعد یه حدیث دیگه هست یک لحظه همینجا همینجا در خود همین حدیث جوابش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دادن. وقتی در میان ایشون قرار گرفتن در ادامه همین روایت هم میگه که در روز دیگری وقتی که ایشون وارد شدن دیدن که اینها دارن با هم دیگه چیکار میکنن، میخندن. حضرت ابوبکر در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله این گونه فرمودن که ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما، من رو در صلحتونم به اصطلاح داخل بکنید همونطوری که در جنگ و دعواتون داخل کردید. ببینید رسول الله صلی الله علیه جنگ و دعوا می‌کرده و پیامبر. ببین شما اگر که با دلهای مریض، من وسط حرفم خواهش میکنم نپرید ولی مجبور میشم صداتون رو قطع بکنم. من که صحبتم تموم شد اجازه بدید که دادم میتونید صحبت بکنید. آقای محترم، قطع میکنی من میدونم. الان شما حدیثو خوندی کاملم نخوندی، من کامل پاسخ تو بدم. کامل میخونم دیگه. شما میگی من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، اجازه بدید من کامل بخونم حدیثو. آقای محترم شما روز پنجشنبه گذشتم زنگ زدی، توهین کردی، من چیزی بهت نگفتم. لطفاً خاموش باشید تا من جواب شما رو بدم. خوبه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با همسرشون مثل انسان‌ها زندگی می‌کردن. صلح داشتن، جنگ و دعوا داشتن، از هم دیگه ناراحت می‌شدن. این طبیعت زندگی بشری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا وقتی که جلوی ابوبکر رو گرفت، یعنی چی؟ یعنی به تو چه؟ این مسئله بین من و همسرم هست، تو حق نداری در اینجا مداخله بکنی. و این طبیعت زندگی بشر است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشر بودن. در قرآن کریم میگن که انا بشر مثلکم، من بشری هستم مانند شما. فرق رسول الله صلی الله علیه و سلم با بقیه بشر این بود که ایشون در دعوت و تبلیغ و رسالتشون چی بودن؟ معصوم بودن، اما زندگیشون مثل زندگی بشر بود. با زناشون درگیر می شدن، ناراحت می شدن، مسائل عادی که پیش هر زن و شوهری اتفاق می افته. همین قضیه، همین درگیری، همین جنگ و دعوا بین علی و فاطمه رخ میداد. حالا در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر معصوم، ام المؤمنین عایشه صدیقه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر معصوم، امکان داره اشتباه گناه از ایشون سر بزنه. شما طبق مذهبتون میگید که بله، طبق مذهبتون میگید که نه، شما لطفاً صبر بکنید، گوش کنید. طبق مذهب شما فاطمه و علی رضی الله تعالی عنهما هر دو تاشون چی هستن؟ معصوم هستن. حضرت فاطمه با حضرت علی جنگ میکنه، دعوا میکنه، قهر میکنه، از خونه بلند میشه میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. 2 برابر پاداش، 2 برابر هم عذاب. زنان پیامبر فرق دارن. آقای محترم گوش کن. صدای خود را آقای محترم اونجا هم که وقتی گفته که صدایتون رو بر پیامبر بالا نبرید، اونجا هم گفته که ای مؤمنان، اول ایمانشون رو ثابت کرده، بعد گفته بر پیامبر صداتون رو بلند نکنید. شما نمیذاری که حرف من تموم بشه. هر موضوعی رو میخوای انتخاب بکن. شما گفتی که الان اینجا پیامبر با همسرش جنگ و دعوا داشته، پس اینجا
کسی که با پیامبر جنگ و دعوا بکنه چی میشه؟ کافر میشه، منافق میشه. از این تهمتایی که شما آماده دارید. فاطمه با علی چرا درگیر شد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که فاطمه پاره تن من است. کسی که فاطمه رو غضبناک بکنه منو غضبناک کرده، کسی که منو غضبناک بکنه الله سبحانه و تعالی رو غضبناک کرده. در کتابای خودتون ده ها مورد وجود داره که حضرت علی حضرت فاطمه رو غضبناک کرده. چرا؟ خب شما الان یک موضوع رفتید به یک موضوع دیگه. کسی که حضرت فاطمه رو غضبناک کرده کی بوده؟ حضرت علی بوده. حضرت علی بوده. حضرت علی بوده. اجازه بده. حضرت علی بوده. حضرت علی بوده. من از نمیذاری صحبت کنم. ان فاطمه آقای محترم، آقای محترم، آقای محترم، آقای محترم، از این شاخه به اون شاخه نپر. 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 قضیه در مورد زنان پیامبر. ببین الان ببین آقای محترم، من جوابت دادم. شما یک لحظه آقای محترم اگر میخوای که بحث علمی داشته باشی جداست. اگر میخوای که هوچیگری و سر صدا بکنی مسئله جداست. جوابت دادم. زندگی عادی رسول الله، زندگی عادی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با همسرانش بوده. این ربطی به فضولی شما نداره. یکی انسانی که مریض باشه، یک انسانی که مریض باشه، یک انسانی که مریض باشه، یک انسانی که مشکل داشته باشه، مرض نفاق در دلش باشه، میتونه که از این مسائل مثل شما کفر و نفاق رو هم ثابت بکنه. این ربطی نداره. الان بحثمون سر حضرت فاطمه است یا زنان پیامبر؟ اول تکلیف ما رو روشن کن. هر زنی که با شوهرش مشکل داشته باشه، چه علی باشه، چه رسول الله باشه، چه فاطمه باشه، چه عایشه باشه، اگر که جنگ و دعوا و مشکل بین زن و شوهر سبب کفر و نفاق میشه، پس علی هم با فاطمه سر و صدا و مشکلات داشتن در زندگیشون. چرا پس زنان پیامبر 2 برابر پاداش میگیرن 2 برابر عذاب؟ اینو توضیح بده. کدوم عذاب کدوم پاداش؟ کی گفته که اصلا در اینجا عذاب است؟ رسول الله یا گفته که ای عایشه تو به خاطر اینکه صداتو بر من بلند کردی بر تو عذاب الله نازل شده؟ زنان پیامبر الگو هستن. زنان پیامبر الگو هستن. حالا کاری نداریم این تتوبا الی الله فقط قلوبکم رو ولش کن. حالا نمیخوام بریم سراغ اون. شما هر جایی که برید حرفی برای گفتن ندارید. ببین آقای محترم جواب من رو بده. آیا علی فاطمه رو غضبناک کرده یا نکرده؟ کسی که فاطمه رو غضبناک کرده ابوبکر بوده. آقای محترم کسی در کتاب هاتون گفته که حضرت علی فاطمه رو غضبناک کرده، فاطمه از خونه قهر کرده رفته. اگر فاطمه اشتباه کرده پس معصوم نبوده، اگر علی اشتباه کرده پس علی معصوم نبوده. یکی از این دوتا در اینجا باید گناهکار باشن. فغضبت فاطمه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. علی فاطمه رو اذیت کرد. علی فاطمه رو اذیت کرد. در کتابای خودتون اومده. در کتابای خودتون اومده. آقای محترم خواهش میکنم بحثو از اینجا به اونجا نکش. هر بحثی که شما بخواید بکنید من حاضرم باهاش صحبت بکنم. الان آیا حضرت علی چرا جواب نمیدی؟ چرا میترسی؟ چرا جواب نمیدی؟ چرا علی فاطمه رو غضبناک کرده؟ چرا علی فاطمه رو غضبناک کرده؟ در کتاباتون اومده که علی فاطمه رو غضبناک کرده. چرا؟ در کتب شما نیست؟ در کتب شما نیست؟ در کتب شما نیست؟ در کتب شما نیست؟ نه در کتب شما هست. حدیثای جعلی در کتب شما. در کتب شما نیست. در کتب شما نیست که در کتب شما نیست که علی فاطمه رو غضبناک کرده. در کتاب‌هایش گوش کن آقای محترم، من رو هولد میگذارم. در کتاب‌های شما ببین الان صداتو قطع کردم، مثل بچه آدم جواب من رو بده. آیا در کتاب‌های شما نیست که علی فاطمه رو غضبناک کرده؟ فقط در این مورد صحبت بکن. الان آوردمت رو خط. آیا در کتاب‌های شما نیست؟ شما به من میگید چرا موضوع رو عوض میکنی؟ موضوع یک موضوع است. هیچ عوض نکردم. موضوع همون موضوع است. همون برداشتی رو که شما الان من اینجا خدمتت نشون بدم. این کتاب بهارالانوار، این کتاب بهارالانوار کتابای جعلی ما نیست، کتابای خودتون است. این کتاب بهارالانوار گوش کن پسر خوب،
گوش کن پسر خوب، اینو گوش کن وسط من حرفم شما گوش نپر. کن. الان رو هولد میگذارم که بینندگان ببینن. اینجا بهارالانوار است، اینجا فاطمه اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد که مرا با مهریه بسیار ناچیز چرا به این آدم دادی. اصلا راضی هم نبود از ازدواج با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. اینجا باب کیفیت معاشرت مع علی، چگونه فاطمه با علی به اصطلاح چی میکرده؟ برخورد میکرده. در اینجا کان بین علی و فاطمه کلام، علی و فاطمه با هم دیگه حرفشون شده بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بین زن و شوهر حرف میشه یعنی چی کار میشه؟ خب دعوا میکنن با هم دیگه دعوا کردن. فدخل رسول الله صلی الله علیه و سلم و القی له مثال فاستجع علیه، یک متکای آوردن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشتن. فجاءت فاطمه فاستجعت من جانب و جاء علی فاستجعت من جانب. علی یک طرف نشست و فاطمه یک طرف نشست. بعد اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشون رو بر سر ناف حضرت علی گذاشت و دست دیگرشون رو بر سر ناف فاطمه گذاشت و دعا کرد. یعنی بین علی و فاطمه هم جنگ و دعوا صورت می گرفت. حالا مطلب دیگری رو خدمتتون از اینجا نشون بدم. اینا روایت هایی است که در این باب آوردن. کلا جنگ و دعوایی که بین حضرت علی و حضرت فاطمه می شده. اینجا جاریه فرستاده بوده برای حضرت علی، قیمت 4000 درهم بوده. وقتی که مدینه میان این رو به علی میدن و علی هم این رو در خانه فاطمه میگذاره. یک روز فاطمه وقتی وارد خونه میشه میبینه که سر علی در به اصطلاح دامن این جاریه هست، این کنیزک. بعد اینجا فاطمه چی میگه؟ یا ابوالحسن فعلت، ای علی کار خودتو کردی؟ فقال الله والله یا بنده، نه به خدا قسم کاری نکردم. خلاصه جنگ و دعوا میشه. چی میکنه بعد؟ فتجللت بجلبابها، به اصطلاح عباشو پوشید فاطمه و تبرقعت به برقتها، و این برقه هم زد، رو بندش هم زد و کجا رفت خونه پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت بکنه. این جنگ و دعوا هست یا نیست؟ و در اینجا به پیامبر وحی میشه قبل از اینکه فاطمه برسه که فاطمه میاد و شکایت میکنه از علی و تو خلاصه بگو که برگرد و رغم انفت، یعنی دماغت بر خاک باد، تا هرچی که علی میگه حرفشو گوش کن. پس برگشت اینجا به علی گفت که ای ابوالحسن رغم انفی لرضاک، من علی رغم میل باطنی هم بازم راضی هستم به رضای تو. 3 مرتبه اینو گفت. حالا در اینجا علی اشتباه کرده بود یا فاطمه اشتباه کرده بود؟ یکی از این دوتا اشتباه کرده بودن. به هر صورت در روایت بعدی در اینجا هم پیامبر میاد، از همون باقی روایت است که حضرت فاطمه میاد پیش رسول الله شکایت میکنه که منو به کسی دادی که به اصطلاح فلان فلان مشکل داره و از اینا. شکایت از فاطمه است. و در اینجا بازم شکایت میکنه فاطمه در این روایت در صفحه 91. خلاصه اینها همه نمونه هایی است از جنگ و دعوایی که آقا قطع کرد رفت بین علی و بین فاطمه. در کتاب بهارالانوارشون یک باب کامل دارن در این. چی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم؟ یک انسان مریض است. شما یک شاخ گل برای یک انسان سالم میدید، بو میکنه، به به عجب بویی داره. اما یک کسی بیماره، سرما خورده، زکام گرفته، این گل رو بهش بدید میگه که بویی نداره. شاید هم بهش بگه بوی گند میده، چون که دماغ خودش گندیده، میگه که بوی گند میده. مثال این مثال شیعیان منافقی هست که به این روایت ها که زندگی بشری رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نشون میده، با این دید میبینن که انگار اگر که به اصطلاح مشکلی هم بین رسول الله صلی الله علیه و سلم در امور خانه، مثل یک بشر عادی زندگی میکردن تو خونه، آدم دیگه ناراض میشدن، راضی میشدن. به طور مثال در یک روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی عایشه میگن که من میدونم تو چه موقعی از من راضی هستی و چه موقعی از من راضی نیستی. گفت یا رسول الله چطور متوجه میشید؟ گفت که اگر بگی که قسم به پروردگار محمد تو از من راضی هستی و اگر بگی قسم به پروردگار ابراهیم از من ناراض هستی.
این چیز طبیعی زندگی زن و شوهری بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و بقیه همسرانشون بوده. اما وقتی که یک انسان مریض بیاد از این به اصطلاح اینو برداشت بکنه که اینجا سر صدا کنه حضرت عایشه و صداشو بلند بکنه بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مثل اون آیه ای است که در سوره حجرات گفته که اعمالشون نابود میشه. اگر که دانسته در مسائل دینی در جایی که باید رسول الله صلی الله علیه و سلم امری از دین رو بیان میکنن یا مردم رو دارن نصیحت میکنن، کسی بیاد صداشو بر رسول الله بلند بکنه، درست است در اینجا اعمالش برباد میشه، نه کافر میشه نه منافق. اول سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید در مقابل الله و رسولش پیش دستی نکنید. واتقوا الله، از الله بترسید. ان الله سمیع علیم، که الله شنوای داناست. یا ایها الذین آمنوا، اولین کاری که میکنه الله سبحانه و تعالی در اینجا میاد ایمان را ثابت میکنه برای کسانی که صداشون رو بلند کردن در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای کسانی که ایمان آوردید صداتون رو بر صدای پیامبر بلند نکنید. ولا تجهروا له بالقول، و با او بلند صحبت نکنید که جهر بعضکم لبعض، مانندی که با همدیگر صحبت میکنید. ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، این که اعمال شما نابود بشه، از بین بره و شما نمیدانید. حالا مثلا قضیه صحابه احد که خدا راضی، پیامبر راضی، اونا رو بخشیده، با استغفارم براشون کرده و بایشون مشورم میکنه. بنده های نازدانه، عایشه رضی الله تعالی عنها محبوبه رسول الله، همسر نازنینش، دوستش داشته، نازشو میکشیده، سر صدا میکرده، چیزی بهش نمیگفته. همونطوری که به حضرت ابوبکر گفت به تو مربوط نیست، این مسئله بین من و همسرم هست، تو کاری نداشته باش، مداخله نکن در امور زندگی. شما آخونده مگه فضولید که در زندگی شخصی رسول الله صلی الله علیه و سلم مداخله میکنید؟ چه حق دارید که در زندگی پیامبر مداخله میکنید؟ همسر نازدانش هست. کسی رو که ببینید یک شوهری وقتی که زنش رو زیاد دوست داشته باشه، حالا در ایران ززه بهش میگن زنزلیل، نازش رو میکشه. پیامبر همسر نازدانش بوده، نازش رو میکشیده، به تو چه؟ خیلی هم اگر که عصبانی هستی برخورده بهت، نزدیکترین دیوار سیمانی حوزه علمی قم برو، سرتو بزن به دیوار. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني
والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام، فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها، وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر، ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا
وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان ولكن في رضا المولى فأسرع مراكبك الكريمة في الرهان نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان وحب الآل من خلقي وديني وهم والصحب في أفق المكان سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية نداء الحق صوت قد شجاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان. تماس مستقیم منبری است آزاد برای شما عزیزان و بزرگواران. یکی از وقایع مهمی که در چند روز اخیر رخ داد قضیه آتش بسی بود که در نوار غزه بعد از تقریباً 1.5 سال بربریت، کشتار و ظلم و ستمی که رژیم اشغالگر صهیونیستی در این منطقه کوچک در فلسطین انجام داد. اما غزه پیروز شد. علی الرغم اسرائیل، آمریکا و جنایتکارانی که با آنها همکاری کردند، علی الرغم تواغیت جهان اسلام و غیر اسلام که در کنار دشمنان مردم فلسطین ایستادند، اما در نهایت خون و قربانی هایی که ملت مظلوم و مجاهد فلسطین در این 1.5 سال گذشته تقدیم کردند پیروز شد. شاید بعضی از عزیزان بگن که خب کجای این پیروزی است؟ غزه خراب شد، هزاران نفر کشته شدند و هزاران نفر آواره شدند، هزاران نفر زخمی شدند، هزاران نفر هنوز هم مفقود الاثر هستند و در زیر آوارها جان دادند. کجای این پیروزی است؟ معیار پیروزی در بین انسان‌های با عزت و با شرف فرق می‌کند با پیروزی که بعضی انسان‌های مادیگرا و انسان‌های سطحی نگر فکر می‌کنند. عزت و شرف در داشتن شهرهای با برج‌های بلند و با خیابان‌های شلوغ و با فسق و فجور و فساد و بازارهای رنگارنگ نیست. عزت و شرف و سربلندی در این است که یک ملت با ایمان خود، با وجدان خود، با شرف خود
در مقابل همه ظالمین و مستبدان جهان بایستند. مفهوم آزادی و حریت و پیروزی در جنگ ها بر اساس خسارت های مالی و جانی سنجیده نمی شود. پیروزی تنها با اشغال کردن یک سرزمین، به دست آوردن یک خاک یا خراب کردن یک شهر و یک کشور به دست بیاید. چه کشورهای بزرگی بودند مانند آمریکا که در ویتنام، روسیه که در افغانستان و آمریکا که در عراق و افغانستان و ایران و ملیشه‌های رافضی همکار با آنها با روسیه در سوریه چه جنایت‌هایی که انجام ندادند، چه خانه‌ها و شهرهایی را که با خاک یکسان نکردند و میلیون‌ها نفر انسان را کشتند. اما در نهایت پیروزی نصیب مسلمانان شد. پیروزی نصیب کسانی شد که به خاطر اهداف مقدس خودشان، به خاطر آزادی و حریت و عزت و شرفشان مبارزه کردند. یک مثال ساده برای شما عزیزان بزنم در مورد غزه که قضیه برایتون واضح و آشکار بشه. تصور کنید 10 نفر دزد در یک شب تاریک خدای نکرده بیان در خانه شما. هدف اینا چی است؟ که خانه شما رو غصب بکنن، مال و دارایی شما رو بربایند و شما رو بکشند. اما شما با دست خالی با همسرتان و فرزندانتان در مقابل این دزدها مقاومت میکنید. درست است که شاید در و پنجره خانه شما شکسته شود، شاید مال و دارایی شما رو لگدمال بکنند، از بین ببرند و شاید که شما زخمی بشید، شاید یکی از عزیزانتان رو از دست بدید و در این گیرودار شاید 1-2 نفر از این دزدها و متجاوزینی که به خانه شما حمله کردن رو هم نابود بکنید، به هلاکت برسانید و با مقاومت شما و با ایستادگی شما در دمدم صبح اینا مجبور بشن که فرار بکنند. این پیروزی است یا شکست؟ چون دزدایی که برای غصب خانه شما و برای تاراج بردن اموال شما و برای نابود کردن شما آمده بودن به آرزوی خودشون نرسیدن و هیچ یک از اهدافی رو که داشتن به دست نیاوردن. حالا یک انسان عاقل این رو پیروزی قلمداد میکنه یا شکست؟ وقتی که نتانیاهو و لشکر جنایتکارش به غزه حمله کردن بعد از 7 اکتبر سال گذشته، گفتن ما تا وقتی که حماس و مجاهدین فلسطین رو نابود نکنیم و از بین نبریم از اینجا خارج نمیشیم. درست است که در این مدت شاید 50-60 هزار نفر ملت مجاهد و قهرمان غزه شهید دادن، خانه هایشان خراب شد، غزه با خاک یکسان شد. اما آیا توانست نتانیاهو و لشکر جنایتکارش به اهدافشون برسه؟ به هیچ یک از اهدافی که داشتن نرسیدند. شما میدونید طبق این اتفاقنامه‌ای که امضا شد و با خواری و ذلت به قول ابو عبیده که 1.5 سال پیش گفته بود که روزی خواهد آمد که نتانیاهو و لشکر جنایتکارش به زانو در خواهند آمد و شرایط ما را قبول خواهند کرد، همون شد. امروز تقریباً حدود 15-20 هزار نفر از زندانیان فلسطینی آزاد می شوند در مقابل گروگان هایی که در نزد مجاهدین در غزه وجود داشتند و الحمدلله این یک پیروزی است، یک نصر عظیم و پیروزی بزرگی است برای مردم فلسطین، برای مجاهدین فلسطین و سرفکندگی است برای کسانی که مردم فلسطین را تنها گذاشتند، سرفکندگی است برای حکام مسلمانی که به نام اسلام در سرزمین‌های اسلامی حکومت می‌کنند اما مردم فلسطین را تنها گذاشتند. سرفکندگی و ذلت خواری است برای حزب الله و ایرانی که این همه داد از مقاومت و داد از دفاع از فلسطین می‌زدند اما در حساس‌ترین لحظات آنها را تنها گذاشتند. به هر صورت این پیروزی و این شکست مفتضحانه‌ای که اسرائیل در اینجا خورد و در سرزمین غزه به زانو درآمد،
همه وجدانهای بیدار انسانها رو، نه تنها مسلمانان را بلکه انسانها رو در سراسر جهان تکان داد. چه تعداد زیاد از کشورهای کفری که فلسطین رو به رسمیت شناختن، میدیا، تلویزیون‌ها، رادیوها، جرایدشون با وجود همه پابندی‌هایی که وجود داشت صدای مظلومیت مردم فلسطین و قضیه فلسطین در آنجا منعکس شد و مردم یک بار دیگر با قضیه فلسطین بیشتر و پیشتر از پیش آشنا شدند و این گامی است به سوی آزادی فلسطین، گامی است به سوی نابودی اسرائیل و اینکه یک بار دیگر این قضیه در بین امت اسلامی و در بین مسلمانان، حتی در بین کسانی که وجدان دارن و شرف دارن اگر مسلمان نیستن، دوباره زنده شد. و میدانیم که خیلی از این نظام ها مانند نظام اسرائیل، نظام آمریکا، کشورهای غربی بر اساس اقتصاد و بر اساس پول و مال اینها پایدار هستند و خسارت های سنگینی که این جنگ برای دولت اشغالگر صهیونیستی داشت و مشکلات سیاسی و مشکلات اجتماعی بزرگی که در حکومت و در بین صهیونیست‌ها ایجاد کرد، برطرف کردن وزیر دفاع و بعضی از وزرای دیگر و جنجال‌های بزرگ سیاسی که در بین آنها رخ داد، از دستاوردهای مقاومت و این ایستادگی و پایداری ملت مظلوم فلسطین بود. علیرغم اینکه غزه خراب شد، علیرغم اینکه تعداد زیادی از برادران و خواهران عزیز ما در آنجا به شهادت رسیدند، اما ملت فلسطین و مردم مجاهد و قهرمان غزه یک بار دیگر برای امت اسلامی ثابت کردند که میتوان با دست خالی در مقابل دشمن زیاد و با دندان مسلح ایستاد. نکته جالبی که در این 1.5 سال ما در غزه شاهد بودیم که یک نفر مجاهد فلسطینی رو که سلاح به دستش باشه رو نتونستن دستگیر بکنن. یک نفر از مردم غزه رو نتونستن جلوی یک تلویزیونی در این مدیایی حاضر بکنن که از مقاومت و از مجاهدین اعلان براءت و بیزاری کرده باشن. با وجودی که خانه هاشون خراب شده بود، عزیزانشون رو از دست داده بودن، بازم در مقابل دوربین ها، در مقابل رسانه ها می ایستادن و می گفتن که ما تا آخرین قطره خونمون در کنار مجاهدین هستیم، ما تا آخرین قطره خونمون از سرزمینمان دفاع می کنیم. و این بزرگترین شکست است برای صهیونیست‌ها و برای دشمنان اسلام و اینکه ملت فلسطین توانستن این روح معنوی و همبستگی و اتحاد رو در بین خودشون حفظ بکنن علیرغم همه سختی ها، همه مشکلات، گرسنگی ها، تشنگی ها، نبودن دارو، نبودن بیمارستان ها و بمباردمان هایی که 24 ساعت در طول هفته، در طول ماه، در طول این 1.5 سال یک لحظه هم متوقف نشده بود. و این ضربه سختی که رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر و تا امروز خورد که در تاریخ اسرائیل همچین ضربه سهمگین، همچین ضربه محکم و دردناکی رو تجربه نکرده بودند و این علامت‌های پیروزی است که انشاءالله به یاری الله سبحانه و تعالی ملت فلسطین در مقابل این اشغالگران صهیونیستی پیروز خواهند شد. و همچنین یکی از دستاوردهای مهم این بود که در عرصه بین‌المللی قضیه فلسطین یک بار دیگر زنده شد، در سازمان‌ها، در مؤسسات، در مجتمعات مدنی یک بار دیگر قضیه فلسطین در اولویت قرار گرفت، در حالی که کم کم داشتن این قضیه رو فراموش می‌کردن. به هر صورت یکی از دستاوردهای مهمی که در اینجا خدمت شما عزیزان باید یادآور شویم، درست است که اسماعیل هنیه به شهادت رسید، یحیی سنوار به شهادت رسید، هزاران نفر از مجاهدین و قهرمانان در فلسطین به شهادت رسیدند، اما یک نسلی امروز در غزه وجود دارد که
غیر از مقاومت، غیر از جهاد، غیر از ایستادگی در مقابل دشمن هیچ چیز دیگری را نمی شناسد. نسل امروز در غزه وجود دارد که ایمان به الله سبحانه و تعالی، ایمان به نصر و پیروزی الله سبحانه و تعالی را با تمام وجودش احساس کرده است و این نسلی است که در بین آن هزاران سنبار، هزاران حنیه وجود دارد که ان شاء الله این سرزمین رو دوباره به آغوش اسلام برمیگرداند. این بود قضیه آتش بسی که در غزه رخ داد و پیروزی که نصیب ملت فلسطین شد. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی صلح و آرامش و پیروزی و مجد و عظمت رو نصیب مسلمان ها در سراسر جهان بکند. خب دوستان عزیز، از همین لحظه به بعد در خدمت شما عزیزان هستیم و تماس‌های شما بزرگواران رو خواهیم گرفت. احمد جاوید برادر عزیز از افغانستان، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار خوب هستین ان شاء الله؟ صحتمند و آرامی است ان شاء الله؟ سلامت باشید برادر عزیز، الله مطال احسان کند. زنده باشید. واقعا برنامه‌های شما رو می‌بینم استاد بزرگوار، واقعا خیلی تاثیرگذار است. ان شاء الله کامل سربلند باشین ان شاء الله. زنده باشید برادر عزیز، تشکر از شما. زنده باشید. استاد بزرگوار یک سوال داشتم، سوالم خیلی مهم بود برای من. بفرمایید. از اتفاقاتی که بشار الاسد با مجاهدین افتاده بود، از اون روز من در چیز یک جای هستم فعلا، ما روشن باشه و من بهتر است که میگفتم که جهاد تو ایران میشه یا نه. جهاد در ایران در مقابل کی مثلا؟ در مقابل شیعه. ببینید، جهاد در مقابل شیعه ما نداریم، جهاد در مقابل سنی نداریم، جهاد در مقابل ظلم و ستم داریم. هر حکومتی، هر گروهی، هر ملتی که ظلم بکنن، ستم بکنن، الله سبحانه و تعالی به ما اجازه داده که در مقابل آنها ایستادگی بکنیم. درسته. حالی که ظالمان رو میبینیم، بعد اهل سنت و بلوچستان زایگان هم داریم، ولی اینا را خیلی اذیت میکنن. خیلی برادرای ما، چند تا برادرای ما را شهید کردن دیگه. از این اتفاقات تازه قبلا هم افتاده بود. این داستان ها رو دارن. اینا ظلمی که میکنن واقعا تحمل نمیتونن تحمل میکنن. الله سبحانه و تعالی یک قاعده کلی رو برای ما بیان میکند در قرآن کریم که در اون الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 38 میفرماید که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله سبحانه و تعالی دفاع میکند از کسانی که ایمان آورده‌اند. ان الله لا يحب كل خوان کفور. الله سبحانه و تعالی دوست ندارد جنایتکار ناسپاس را. در آیه بعدی میگوید که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. به کسانی که با آنها جنگ می شود، یعنی در مقابل آنها جنگ می کنند، به آنها ظلم می کنند، ستم می کنند، به اینها اجازه جهاد داده شده است، از آن رو که مورد ستم و ظلم قرار گرفتن و یقینا الله سبحانه و تعالی بر یاری آنها تواناست. اینها چه کسانی هستند؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. کسانی که از سرزمینشان به ناحق اخراج شدند یا سرزمین آنها را دشمنان اشغال کردند. تشکر از شما برادر عزیز. موفق باشین. سلام علیکم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد آقای انصاری عزیز، خوب هستید شما؟ سلامت باشید. استاد من وقتی ویدیوهای شما رو دیدم با اون آیت الله قزوینی جنایتکار، فهمیدم که راه خودم رو باید پیدا کنم و من معتقدم که
حقانیت بر اهل سنت رعایت. الله اکبر. این قزوینی خیلی دروغگو هیله‌گره، بارها و بارها دروغاشو دیدم و از همون لحظه هدایت شدم. الله اکبر. و میخوام شهادتینمو همین الان تو برنامه‌تون بگم. الله اکبر. الله اکبر. متاسفانه تماس دوست عزیزمون قطع شد. امیدوار هستم که بتونن دوباره زنگ بزنن و تماس بگیرن. آقای هارون بفرمایید. سلام. سلام. سلام آقای انصاری عزیز، خوب هستین؟ سلامت باشید، تشکر از شما. زنده باشین، تشکر. من از آلمان مزاحم شما میشم. از آلمان بفرمایید. بهتر است. دیگه اینکه یه سوال داشتم، نمیفهم مربوط به برنامه شما میشه یا نه، ولی خیلی وقته که ذهنم درگیر کرده، میخواستم از شما پرسان کنم. بفرمایید. سوال ما در مورد این بود که من چند جا خونده بودم، البته از چند نفر دیگه هم شنیده بودم که میگفتن امی گوشتایی که ما از سوپرمارکت ها اینجا میگیریم، مثلا سوپرمارکت ها مختلف آلمانی اینجا مثل الدی و ریوا و اینا، میگفتن چون گوشتا از اهل کتابه میتونیم مسلمان هم از این گوشتا استفاده کنیم و بخوریم، یعنی ضرری نداره، یعنی از لحاظ دینی منظورمه. درست. دیگه من کمک مطمئن نبودم، چون من جای کار میکنم با خارجی ها کار میکنم، اینا وقتی که غذا چاشت بیشتر وقت آماده میکنن، بعض غذاهای با گوشتای و اینا من خیلی کوشش میکنم که استفاده نکنم، چون میفهم که از مغازه اسلامی اینا گوشتا تهیه نمیکنن. با همون خاطر برای من همیشه جا سوالی بود که آیا این درسته که چون اینا اهل کتابن و گوشتا از اینا حلاله میتونیم استفاده کنیم ما یا نه؟ بله. ببینید برادر عزیز، حیوانات حلال گوشتی که توسط اهل کتاب یعنی یهود و نصارا ذبح شده باشد برای ما مسلمانان حلال است، به شرطی که طبق شرایط دینشان این رو ذبح کرده باشند، طبق به اصطلاح شریعت موسی علیه السلام، طبق شریعت عیسی علیه السلام ذبح کرده باشند. ذبح حلال در دین عیسویت و در دین یهودیت مانند مسلمان هاست، یعنی حیوان رو همونطوری که ما ذبح میکنیم به همون شکل ذبح میکنن. این حلال است. اما یک مشکلی که فعلا در اروپا و آمریکا وجود دارد، خیلی از این گوشت هایی که در سوپرمارکت ها و به شکل بسته‌بندی فروش میشه، اینها نه به طریقه یهودی و نه به طریقه مسیحی و نه به طریقه اسلامی ذبح شده است. چیکار میکنن؟ حیوان رو شارت میکنن با برق، درست؟ قبل از این که این رو گردنش رو ببرن حیوان میمیره. این گوشت حکم گوشت میته رو داره، یعنی گوشت مرده که حرام است، نجس است، چون تمام این خون و کثافت هایی که در بدنش هست، داخل خونش هست، این در داخل گوشت پخش میشه و در بدن حیوان میمانه. و اکثرا امروز ذبح به این طریقه میشه. یا طریقه دیگری است که یک ضربه در قسمت سرش حیوان رو میزنن و حیوان میمیره، بعد از اون رو پوست میکنن، حتی خونش هم جاری نمیشه. اینها گوشت حرام است، نه به دین مسیحیت حلال است، نه به دین یهودیت حلال است، نه به دین اسلام حلال است. حالا بعضی دوستان عیب نگیرن که دین فقط اسلام است. بله، دین فقط اسلام است، اما در شریعت موسی علیه السلام، در شریعت عیسی علیه السلام که به نام یهودیت و مسیحیت امروز در دنیا معروف است، طریقه ذبح همون طریقه اسلامی است که ما انجام میدهیم. اما امروز کارخانه هایی که به تعداد زیادی حیوانات رو میکشن و گوشش رو در بازار عرضه میکنن، اینها به طریقه اهل کتاب ذبح نمیشه، بلکه اکثر این گوشت ها به اصطلاح گوشت مرده است، حیوانی که خودش مرده باشه. مثلا شما یک گاو و گوسفندی داشته باشین، خودش مرده باشه، آیا گوشتش حلال است؟ نه، اصلا نمیشه که اون گوشت استفاده کنه آدم. دقیقاً این گوشت هایی که امروز در اروپا و آمریکا اکثرا در سوپرمارکت ها فروش میشه از این قبیل گوشت است. اما بعضی مغازه های یهودی ها هست، مثلا در اروپا هست، در آمریکا هست، که به طریقه همون مذهب یهودی گوشت رو ذبح میکنن
و خوردن اون حلال است. و بعضی قصابیایی که در اون نوشتن که مثلا گوشت ما گوشت حلال است، دیگه انسان باید به نوعی اعتماد بکنه اینکه واقعیت چی است الله سبحانه و تعالی بهتر میدونه. اما امروز الحمدلله در هر گوشه اروپا شما برید میتوانید که قصابیای مسلمان ها یا از اهل کتاب که طبق شریعت ذبح میکنن وجود دارد. لازم است کمی جستجو کنید. اما گوشت های مجهولی رو که مثلا در رستوران ها یا در مهمانی هایی که دوستان غیر مسلمانتان برایتان تقدیم میکنن به هیچ عنوان نخورید، چون امکان داره که از همون گوشت های مرده باشه. حتما. خیلی ممنون، دست شما در نکنه. سلامت بشید. تشکر. تشکر. روز خوبی داشته باشید. سلامت بشید. بله سلام بفرمایید. بله وحید جان بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم و سلام سری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام سری عزیز، ببخشید من یه سوال داشتم از خدمتتون. الان تازه یه دوستمون زنگ زده در رابطه با مسئله گوشت حلال و حرام میپرسید تو این سوپرمارکت‌های خارج از کشورهای اسلامی اروپا و غرب. بله. من خودم تو غرب زندگی میکنم. خواستم اینو بپرسم از حضورتون که خیلی از مسلمان ها هستن تو این سوپرمارکت‌های خارجی کار میکنن و حجاب هم دارن. تو اون سوپرمارکت ها هم جنس حلال فروخته میشه هم جنس حرام. آیا این حقوقی رو که این آقا یا خانم دریافت میکنن علاوه شریع اسلام، این حقوق حلال است یا حرام؟ یک. بعد دوم خدمت شما هستم در رابطه با این دوستان که الان گوشت پرسید. من که خودم به هیچ وجه از این گوشتا که حتی از مغازهای سوپرمارکت مسلمان ها من هزارجا خرید نمی کنم، از جایی که خودمون میدونیم و پرسان کردیم و اولوگرام داره از اونا خرید میکنیم. بعد خدمت شما از کنم که برای همه من و شما این یک کلام فرضی است که واجب است برای ممکن چیزا رو رعایت کنیم. حالا بهترینش اینه به نظر من که آدم از مغازهای مسلمان ها خرید کنه. درست دقیقا. بازم شما بیشتر از این نمیشم. خواستم اگر در رابطه با اون سوال اولم جواب بدید ممنون میشه. من دیگه رسانه میشم. زنده باشید. تشکر شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. اصل بر این است که کار کردن مسلمان در نزد کافری که اصل در دین کار کردن یک مسلمان در زیر دست یک کافر درست نیست. اصل بر این است و که در اصطلاح فقها میگن که یک مسلمان نباید خودش رو در نزد یک کافر اجیر قرار بده. همونطور که شما فرمودید امروز در کشورهای غربی مسلمانانی که در اونجا زندگی میکنن خیلی راحت یک مسلمان میتونه که برای خودش یک کاروباری دست و پا بکنه که رزق و روزی حلالش رو به دست بیاره. اما اگر خیلی مجبور و مضطر است، که ما میدونیم مضطر یا مجبور انسانی است که دیگه اگر مثلا غذایی برای خوردن پیدا نکنه حتی میتونه که گوشت سگ رو، گوشت حیوانات حرام رو هم بخوره وقتی یک انسان به سرحد مرگ میرسه و نیاز داره. در کار کردن در کاباره ها، در میخانه ها، در جایی که به اصطلاح گوشت خوک فروخته میشه، در جایی که موادی که ممنوع است در دین مبین اسلام، شراب و این چیزا فروخته میشه، کار کردن در اینجا هرگز جایز نیست برای یک مسلمان. یعنی تا حد امکان سعی کند یک مسلمان که ولو اینکه مجبورم باشد در این اماکن کار نکند. اما در یک جای کار میکنه، در یک سوپرمارکتی که مثلا اقسام مختلف داره، یک بخش مثلا سبزیجات میفروشه، یک بخشی در اونجا مثلا گوشت خوک میفروشه، یک بخشی در اونجا شراب میفروشه. اگر این مسلمان مجبور هست که در این مؤسسه یا در این سوپرمارکت کار بکنه و دیگر کاری دیگری براش پیدا نمیشه و مجبور است و اگر در اینجا کار نکنه کرایه خونه، خرج و مصارف، خرج و خوراکش اینا رو نمیتونه به دست بیاره، این انسان حکم به شکل انسان مضطر است، حکم انسان مجبور است که در همون بخشی که مثلا چیزهای حرام نیست تا وقتی که
در یک جایی که مناسب برای یک مسلمان باشه کار پیدا بکنه میتونه در اونجا مشغول کار بشه. اما به مجرد اینکه کار بهتر از اون پیدا کرد که این مشکلات رو نداشته باشه باید این کار رو ترک بکنه ولو اینکه حقوقش یا معاشش کمتر باشه. من همیشه در جواب این سوالات این آیه رو برای دوستان عزیز میخونم که و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوا پیشه بکنه، از الله سبحانه و تعالی در مسائل حلال و حرام بترسه، الله سبحانه و تعالی راهی رو برای او باز میکنه. میترسن از این که از کجا پول به دست بیاریم که خرج زندگی ما بکنیم. در ادامه آیه الله متعال جواب میده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جایی بهش روزی میده که اصلا حسابش رو هم نکرده باشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوای الهی پیشه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به الله توکل بکنه الله سبحانه و تعالی برای او کافی است. یعنی به این معنی که من امروز مجبور هستم به خاطر مشکلات اقتصادی که دارم، جای کاری ندارم، زبان بلد نیستم، میرم در یک سوپرمارکتی مجبورن برای مدتی کار میکنم، مثلا ماهانه به من $1000 میدن. بعد از یک ماه دو ماه یک جای دیگری یک مغازه مثلا یک مسلمانی هست که روغن و برنج و چای و شیرینی و چیزای مثلا کشورهای اسلامی رو میفروشه برای مسلمان ها، در اونجا کاری برام پیدا میشه که حقوقش $500 است. همان لحظه باید این کار رو ول بکنم برم اونجا، چون این وعده الهی است که آن $500 رو که در اونجا میگیرید 1000 مرتبه بهتر از اون $1000 است که در اون جایی که در اونجا شبهه وجود دارد از آنجا دریافت میکنید. یک دوست عزیزی پیامی فرستاده بودن. پیام ایشان رو من اینجا خدمت شما عزیزان پخش میکنم، با همین پیام رو گوش کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. جناب انصاری صاحب بزرگوار، برادر عزیز، برادر بی نهایت محترم، شما را بی نهایت دوست داریم. واقعا خیلی وقت ها میشه که ما میخوایم که به شبکه شما به لایف های شما بیایم راجع به بعض موضوعاتی که دشمنان اسلام پخش و نشر میکنه و شما در مقابل از ایستادگی میکنیم شرکت کنم، اما بدبختانه نظر به مصروفیت هایی که داریم نمیشه که بیایم. اما از طریق شبکه وصال حق و شبکه های نور، از طریق یوتیوب برنامه شما رو مطالعه میکنیم. مدت 1 سال است که واقعا عاشق سخن گفتن، واقعیت گرایی شما شدم. واقعا جناب انصاری صاحب بزرگوار، برادر عزیز، شما رو بی اندازه دوست داریم به مانند برادر. شما رو به خاطر دین مقدس اسلام و به خاطر پیامبر معظم اسلام و اصحاب رسول الله دوست داریم. شما کسانی هستین که پیروی از قرآن و سنت رسول الله میکنین. شما کسانی هستین که حق را به مردم بیان میکنین. خواستم یک صدای به شما بگذارم چون شما را زیاد دوست دارم. من اسم خالد است، فعلا در یک کشورهای اروپایی زندگی میکنم. نظر به اون مشکلات دیگه آمدیم به این سمت. گفتم از شما یک خواستم البته تشکری بکنم چون نتونستم همین چهره مبارک شما را نزدیک ببینم. ما دعا میکنم که یک روز شما را نزدیک ببینم و شما را در آغوش خود بگیرم. شما مانند برادر بزرگ خود دوست دارم. و خواستم یک از طریق واتساپ یک صدای بگذارم شما کسی هستین که برنده ترین شمشیر در برابر دشمنان اسلام هستین. شما و همکاران شما یک قدر زحمت که در راه دین مقدس اسلام میکشین، خداوند تبارک و تعالی بر شما عمر با عزت نصیب بفرماید و شما در برابر هر ملحد و هر تهمتگری که بر رسول الله صلی الله علیه و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توهین و اهانت میکنین، استاد میشین، واقعیت‌ها رو میگین، بزنا واقعیت‌ها برای جامعه امروزی بیان میکنین. واقعا کل مردم مسلمان طرفدار شما. یک ایده کثیر نجیسی
که در صفحات بعضا کامنت های میتن و یک ایده بسیار کثیری هستند که اونا انشالله در اوایل هم همچین انسان هایی بود، در اوایل اسلام و عالم هم اونا هیچ کاری کردن نمیتونه انشالله تا فرزندان اصیلی مثل شما و امثال شما دعوتگرای عزیزی که امروز میبینیم که هم خداوند تبارک تعالی به اونا علم داده، فصاحت و بلاغت بسیار کامل داده که در برابر هر ملحدی ایستاده میشویم. واقعا جای افتخار است، جای عزیز است که ما بیایم امی پینک مبارک شما رو بوسه بزنم و واقعا شما کسی هستیم که شما این دین پاک را به مردم به طور صحیح و درست ابلاغ میکنین. این جای بسیار خوشی است و من دعا میکنم که پروردگار بی‌نیاز یک بنده حقیر هستم در برابر پروردگار بی‌نیاز خود استاد میشیم، دعا میکنیم که خداوند تبارک و تعالی شما رو در دنیا و آخرت کامیاب داشته باشه و دشمنان اسلام را ذلیل و خوار و بدبخت داشته باشه و شما کسان، شما و امثال شما و برادرانی که واقعا مثل شما هر ملحدی میای به مقدسات دین مقدس اسلام توهین میکنه و شما در برابر از اونها استاد میشین و قاطعانه عمل میکنین و یک ویدیو میگذارین و یک مشت محکم بر دهان کثیف این ملعونین میزنین. شما واقعا کسی هستین که فرزندان اصیل اسلام هستید و هیچ کس به زور از خدا ان شاء الله تعالی تا محمد انصاری داشته باشیم در این دنیا، خداوند پاک پشت و پناه شما است، هیچ ملحدی نمیتونه در برابر دین ما ایستادگی کنه. ما واقعا ای کاش روزی میسر شد که ما بیایم شما را نزدیک ببینم، چون مشکلات زندگی بود و بدبختی های افغانستان آمد و ما هم مسافر شدیم در کشورهای کفری. واقعا هر روزی که در کشورهای کفری ما تیر میکنیم یک مرگ تدریجی است. جناب انصاری صاحب بزرگوار، دیگه ما در پخش و نقش مطالب اسلامی چه در صفحات مجازی و چه غیر مجازی دریغ نخواهیم کرد و نه از مرگ میترسیم و نه از مرگ ترس و هراسی داریم. هر روزی باشه مرگ ما را میبره. بهتری است که مردانه در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنیم و از هر نوع پخش و نشر کلیپ های شما دریغ نخواهیم کرد. ما به عنوان برادر کوچک شما در هر حالتی در برابر دشمنان اسلام ایستاده هستیم. شما کسان هستین که واقعا رای دین محمدی رو پیش میبرین که سنت قرآن، که سنت پیامبر، که قرآن و سنت پیامبر معظم اسلام است و بس خلاص. ما از این صوفی ها و صوفی گری و شرک و شرکیات از اینا نفرت داریم که اینا اصلا در منهج ما و شما نیست انشالله. و انشالله دین مقدس اسلام مثل شما فرزندان دارد که اصلا نه از مرگ هراس دارن نه ترس دارن و در برابر هیچ ضربه‌ای هم سر تکان ندادن و شما کسی هستید که واقعا سخنهای شما برای انسان فیض میده، برکت میده. واقعا انسان در زمانی که سخنهای شما را میشنوی آرامش با آدم پیش میشه. واقعا کسی هستید که شما در راه حق روان هستید، از هیچ کس هراس ترس ندارید. امیدوارم که همیشه وقت موفق باشین و در بالهای آرزوی خود همیشه وقت نشسته باشین و در برابر این ملحدین دشمنان دین مقدس اسلام ایستاد باشین. ای کاش ما یک از آرزوهای مهمی است که ما بتانم، لااقل من کم یک علم داشتم و بدبختانه علم نداریم، راجع به اسلام معلومات نداریم. این هم از اون بدبختی های ما است. امیدوارم که یک روز ما هم بتانیم لااقل به خط و مسیری که شما هستیم ما روان باشیم. خدا شما را همراه اولادای نازنین شما، همراه اعضای فامیل محترم موفق داشته باشد و رحمت خداوند تبارک تعالی بر پدر و مادر شما که چین اولاد و چین فرزند تربیت کرده. امیدوار هستم که این صدای من به شما برسه و خواستم که اینمی را به شما ما یک صدا بگذارم و واتساپ. نمیفهمم که آیا به شما میرسه یا خیر، چون از دیگه طریق نتونستم. با عافیت باشین جناب انصاری صاحب بزرگوار. تشکر از این برادر عزیز، تشکر از لطف و بزرگواری شما. الله سبحانه و تعالی حفظتان کنه. نه تنها پیامتان به من رسید بلکه پیام شما را در برنامه زنده هم پخش کردم. الله متعال حفظتان بکند. زنده و سلامت باشید. تشکر از لطف شما، تشکر از بزرگواری شما برادر عزیز. امین جان برادر عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نگهبان شما باشه استاد عزیز. سلامت باشید. استاد عزیز با اجازه شما میخواستم سوالی رو مطرح نمایم. استاد در محلی که ما استقامت نماییم
هنگام نفر عفاف می نماید یا وفات می کند، مردم محل با سر و لباس خاص، میانبند و کله‌پوش حضور می نمایند. نگاه دین و شریعت در این موضوع چی است؟ در وفات نفر با سر و لباس خاصی باید حضور پیدا کرد؟ نه، در دین مبین اسلام اگر کسی فوت میکنه هیچ لباس مخصوصی برای عزاداری وجود ندارد. اینکه لباس سیاه میپوشن یا لباس مخصوص میپوشن، اینها بدعتایی است که در مرور زمان ایجاد کردن. در عزاداری هیچ لباس خاصی نه برای اهل میت نه برای کسانی که برای تعزیه در آنجا حاضر میشوند، هیچ گونه لباس خاص و ویژه‌ای در دین مبین اسلام بیان نشده است. تشکر زیاد استاد. زنده باشید. سلامت باشید. همیشه حفظتان کند. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما برادر عزیز. بیننده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری بفرمایید برادر عزیز. ما در پیاموی شیرم. بله بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. یک سوال داشتم. بفرمایید. انا برای نماز سفر مقصد نما یک شهر به یک شهر دیگه میرم با نیتی کار. مثال نیت میکنم که میرم یکم وقت صحیح خونم، مثال مرا گفت که اونجا یک هفته یک شهر دیگه میره کار میکنی میگردیم. من رفتم کار دیدم اونجا بسیار 3 ماه، اما در هر هفته مثال ما مهاجرت به شما تلفن دارم ایراسیا. درست. انا ما در یک شهری که زندگی میکنیم اینجا قطعی زن و کودکامونیم، او شهر دیگه کار کنی رفتیم 100 کیلومتر زیادتره شهر ما. درست. انا امیره خواستم بفهمم که مسئله نماز چه خیلی کنیم. من اونجا میرم یک خیلی 3 روز میستم 4 روز کار میکنم با میگردم میام. ببینید وقتی که شما وقتی که شما از مکان اقامتتان، مکانی که در آنجا خانه دارید، زندگی دارید، همسرتان و فرزندانتان در آنجا زندگی میکنند و خانه دارید در آنجا، به یک شهر دیگری که بیش از 80 کیلومتر فاصله داشته باشد برای کار، برای سیاحت، برای هر عملی 1 روز، 2 روز، 3 روز، 1 هفته میروید، حکم مسافر را دارید. یعنی چی؟ در این مدت می توانید که شما نماز ظهر و عصر را با هم جمع و قصر بخوانید، یعنی 2 رکعت ظهر و 2 رکعت عصر را با هم بخوانید و نماز مغرب و عشا را با هم بخوانید، آن هم قصر، یعنی 3 رکعت نماز مغرب بخوانید و 2 رکعت نماز عشا را بخوانید. و اگر در ماه رمضان باشد و روزه گرفتن برایتان مشکل باشد، می توانید که روزه خودتان را هم افطار بکنید در سفر. اینا مثال من میرم 1 هفته کار میکنم میگردم، با میام 1 روز خونم دمیستم، با هم خیلی میرم 1 هفته 3-4 روز کار میکنم میگردم. بله حکم مسافر رو دارید. حکم مسافر 3 ماه هم خیلی دوام کنه. حکم مسافر. 3 ماه هم خیلی دوام. بله حکمتان حکم مسافر است برادر عزیز، هیچ فرقی نمی کند. یک سوال دیگه بفرمایید. مثال من در نمازهای خود میتونم که وقتی نمازها را میخونم میشینم کنم تا ذکر میکنم نامهای خدا را با نامهای الله، هر یک مثال الرحیم، الرحمن، الستار، الجبار، الخالق، الباری، مثال نامهای الله خطی المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، مثال امیوقتی امیورا مثال ذکر کنم بسیار، بعد دست واردارم دعا کنم. چی میگن؟ بدعت یا که؟ ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان کردند از کاری رو که ما بعد از نماز باید انجام بدهیم. درست است؟ چون الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما بیان می کند که فاذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. وقتی که نماز را برپا داشتید، نماز را خواندید، بعد از اون چی کار میکنید؟ شما ذکر الله سبحانه و تعالی را میکنید. ذکری که در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان شده است 3 بار استغفار است بعد از نماز.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد از اون اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال و الاکرام، این دعا رو میخونید. بعد از اون مثلا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این دعایی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. اکثر این دعا رو می توانید در پناهگاه مسلمان که به زبان تاجیکی هم ترجمه شده است در این کتاب پیدا بکنید. بعد اذکار دیگری است. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. بعد از اون 33 بار سبحان الله میگید. 33 بار سبحان الله میگید. بعد از اون 33 بار الحمدلله میگید. بعد از اون 34 بار یا 33 بار دو روایت هست الله اکبر میگید. بعد از اون لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر 10 بار میگید این رو. بعد از اون سوره قل هو الله احد رو میخوانید. بعد از اون قل اعوذ برب الفلق رو میخوانید. بعد از اون قل اعوذ برب الناس رو میخوانید. بعد از اون آیت الکرسی رو میخوانید و سپس در آخر بعضی دعای دیگری هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است، مانند اللهم انی اسالک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. یا دعای دیگری است که ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یا دعایی که اللهم اغفر لي ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و ما اسرفت و ما انت اعلم به مني انت المقدم و انت المؤخر لا اله الا انت. و دعای دیگری است که سبحانك اللهم و بحمدك لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و 3 بار الله اکبر کبیرا عدد الشفع والوتر و کلمات الله التامات طیبات المبارکات. و 3 بار لا اله الا الله عدد الشفع والوتر به کلمات الله تامات طیبات المبارکات رو 3 بار میگید. بعد از اون لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر 10 بار این رو میگید. و به این شکل این اذکاری است که صحیح ترین روایت هایی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است. و ذکر کردن یعنی گفتن اسماء الله الحسنا مثلا یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا کریم یا جواد، اینها هم اشکالی ندارد که در حدیث صحیح و در آیات قرآن کریم بر اینم تاکید شده است. و اذکار زیاد است، یعنی اذکاری که در سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده در کتاب‌های اذکار ذکر شده، خاصتاً کتاب پناهگاه مسلمان رو. کسانی که فارسی میخواهند فارسیشو میتوانند پناهگاه مسلمان بنویسید در سایت قلم، در سایت اسلام هاوس میتوانید که فارسیشو دریافت بکنید. پشتو هست و تاجیکی هست، روسی هست، انگلیسی هست. تاجیکی فارسی خوندن نمیتونم. بله، تاجیکی به نام پناهگاه مسلمان بنویسید. من دوستان اگر که بشه من این رو پیدا کنم، همینجا در یوتیوب برای شما لینک تاجیکیش رو هم میگذارم و می توانید که اذکار رو در این کتاب از کار صبح و شام، از کار بعد از نماز، از کار قبل از خواب، بعد از بلند شدن از خواب، همه اینها رو در این کتاب پیدا بکنید و ازش استفاده بکنید برادر عزیز. برای که ما کم جای دا خونده بودم که خداوند میگه مثلا با نامهای خدا دعا کنید. بله. با اسماء الحسنا. بله، مثلا شما میخواید دعا بکنید که خداوند به شما رزق و روزی بده، درست؟ به این شکل دعا میکنید. بله، به این شکل دعا میکنید یا رزاق. هر چی که میخوند در حق مردم مسلمان، در حق نمیدونم اولی ما باشه، پدر مادر، در حق خود، در حق اولا، هر دعای باشه ما مثال ذکر میکنم 33 بار میگم سبحان الله را، این ذکرهای آخر بعد نماز. درست. مثال بسیاری وقت میشینم بعد نماز بامداد اینا سنت هم میخونم، سنت بامداد درست میشینم ذکر میکنم نامای خدا قطعی اول او اشکالی ندارد برادر عزیز، اشکالی ندارد، اشکالی ندارد. با یه سوال دیگه امی اگم افیرتون دا 9 سال میشه و من بسیار شما را دوست میدارم، انشاءالله امیدوارم که الله شما خیلی آدمی پاکین انشاءالله.
به نهایت ما مردم مسلمان تاجیک به حد شما را احترام میکنیم، دوست می‌داریم. سلامت باشید. انا یک ایفیتون در ما باوری دارم که انشالله شما را خیلی آدمای با ایمون تماشا میکنن، گوش میکنن. یا ایفیتون در همه اعلان نمیکنن در حق ما دعا کنن که نه سالچید گوداردار نمیشم، اما قطع توبت میکنیم در ودا و قطعیار من آیلم. الله سبحانه و تعالی به شما فرزندان صالح نصیب بکند برادر عزیز. آمین آمین. زنده باشید، سلامت باشید. الله مطالب السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من این کتاب رو خدمت شما عزیزان اینجا از سایت اسلام هاوس برای شما عزیزان این کتاب رو این سایت رو من خدمت شما عزیزان الان در کامنت ها می نویسم. دوستان عزیز، یکی از بهترین سایت های قابل اعتماد هست سایت اسلام هاوس. شما فقط وارد این سایت که شدید زبان خودتون رو انتخاب می کنید، اسم کتابی رو که دوست دارید در اینجا سرچ می کنید و می توانید در اینجا هر کتابی رو که نیاز دارید در این مثلا در بخش زبانها اگر بریم، حتی قرآن کریم رو می توانید به زبانهای مختلف در اینجا دریافت بکنید. گاهی اوقات بعضی از این سایت ها مشکل داره، اما انشالله امیدوار هستم که باز بشه. این لینک حسن المسلم هست به زبان تاجیکی. امیدوارم که دوستان بتونن این رو از اینجا دریافت بکنن. کتاب حسن المسلم رو میتونید از اینجا دریافت بکنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. خوشحالم که برای اولین بار
صحبت میکنم. من 10 سال افتخار شاگردی شما رو زدم و همیشه برنامه‌های خوبتون رو دنبال میکنم. امیدوارم خدا بهتون سلامتی عطا کنه و قدرتمند همیشه اجراهاتون رو ببینیم استاد عزیز. سلامت باشید، الله مطالعتون بکنه. از کردستان مزاحمتون میشم. الله مطالعتون بکنه. زنده و سلامت باشید. شما افتخار اهل سنت هستید. همیشه من به شما افتخار کردم. خدا شاهد، من همیشه افتخار کردم و برنامه هاتون رو دیدم. زمانی که اون قزوینی رو می آوردید و برنامه هاشو می آوردید و در هر برنامه چند دروغشو افشا می کردید، من کیف می کردم. شما باعث هدایت بسیاری از اهل سنت شدید. بسیاری از شیعه ها وقتی این دروغ ها رو دیدن که این علما دارن دروغ میگن بهشون، این خرافات رو کنار گذاشتن و اهل سنت شدن. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. الله مطالعتون کنه. بعد من همیشه از اسکرینی که از کتاب ها میذارید عکس میگیرم. یه روایت قبلا خوندید که در بهار ظلمات مجلسی اومده و توهین کرده به پیامبر، گفته مهدی وقتی میاد ببخشید استغفرالله آلت پیامبر رو میبره و در آتش میاندازه به خاطر اینکه با عایشه و حفصه جماع کرده. میشه این روایت رو برام بیارید؟ والا این روایت رو من گاهی ذکر نکردم، اطلاعی ندارم از این. اینو ندارید شما این روایت رو؟ نه این روایت رو من ندارم، در ذکرم نکردم، یادم نمیاد. الو. بله من یادم نمیاد که همچین روایتی رو ذکر کرده باشم در برنامه. بعد یه سوال دیگه استاد عزیز، کتابی در مورد امام مالک و فقهش میشه معرفی کنید که ما مطالعه کنیم؟ شما وارد سایت قلم بشید. در سایت قلم در بخش فقه مالکی، در اونجا کتاب هایی که در فقه مالکی است رو میتوانید از اونجا دریافت بکنید. کتابی که ننوشته خود امام مالک باشه، مثلا کتاب موطا کتاب حدیث است که نوشتهش نویسندهش خود امام مالک است. میشه یه بار دیگه اسمشو بگید؟ موطا؟ بله موطا امام مالک. سرچ بکنید در اینترنت پیدا میکنید. شما باعث هدایت بسیاری از کردهای شیعه شدید. از اون روایت هایی که بود از صدوق و حسیب آوردید که از مصادق به دروغ جمعی روایت نوشتن که با کردها معامله نکنید، اینا جنی هستن. درست، بله متاسفانه از این روایت ها. کردهای شیعه این به خاطر همین چیزها که توهینایی که به کرد شده خرافات رو رها کردن و اهل سنت شدن. الحمدلله. الحمدلله. تو این روافض پدید هست استاد عزیز. الحمدلله. تشکر از شما برادرست. الله مطالعتون کنه. تشکر از شما. بهتون سلامتی بده. به شما ممنونم. خدا نگهدارتون. و ممنون از برنامه‌های خوب. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون از کردستان. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار نزید برنامه بیبایتان لازم برنامه نوجدی در ارتباط با بیننده های عزیز شما به سلام خاصم و ملت مؤمن و موحد تاجیکستان خود دارم و مردم و ملت با غیرت کردستان و بلوچستان خود دارم. سلام های گرم خدا بر تمام ملت. سلامت باشید برادرست. سلامت باشید. تشکر از شما برادرست. ماشاءالله واقعا از بسیار مدت است، 20 سال است الحمدلله. این شیعایی که در ایران است واقعا فرق میکند، یا تفکر و تعقل دارند، تدبر دارند، دیگه در قرآن عظیمشان فهم زیاد دارند. الحمدلله زیاد چیز میشه، هدایت میشه. 20 سال به سال هدایت شدن.
از طریق شبکه زیبای شما، از طریق شبکه تولیدی کلمه و نور، الحمدلله ما بسیار خرسند هستیم. ولی نمیفهم که آیا کلمی به شما بهتر معلوم استاد عزیز که شیعه افغانی ما هدایت شده یا نه شده؟ من میدم میخواستم یک سوال کنم. دومی که بازم این آتش بس یا این چیز مردم فلسطین و نظرم انشاءالله تعالی خیر مقدم بگم، خدا کنه پایدار مانا، خدا کنه از این رفتن از این منافقت و شیطنت دولت رافضی امام زمانی اینا نباشه و بسیار در صدا و سیما زیاد تبلیغات زیاد شدید با نه به خود است که ما بس از ما امریکا ترسی، از ما اسرائیل ترسی، از ما ترم ترسی. این مزایشی آتش بس به دستور نایب امام زمان صورت گرفته. این تبلیغات بیخی زیاد تبلیغات که در افغانه ما متاسفانه که آگاهی نه از دین شیعه دارن و یوتیوبری میکنن. مولانا رزاق مامون سوم باز میگه یک سیلی بود که به اسرائیل زده شد و دیگه این چیزای تبلیغات یا ما اردویش هستن محکوم خدا اردو بالا را چه اسرائیل از از استاد از چه روافض است اردویش که از دیگه بطرد در طول 70 سال 80 سالی که مثلا جنایت اسرائیل بوده، ولی در طول مقایسه با 12-10 سال اخیر روافض نمیشه. یعنی اسرائیل در طول 70 سال شاید 100,000 اهل سنت نابود کرده باشه و شهادت رسانده، ولی این روافض ببینید مقایسه کنید که در طول 13 12 13 14 یا 20 سال 3-4 میلیون اهل سنت نابود کرده. زمین آسمان فرق داره. و این خاطر ما این دولت روافض ایران بدتر و خبیثتر و لعینتر و ظالمتر منافقتر از دولت صهیونیستی اسرائیل میدانم. به این خاطر ما سوال من است که چرا دولت رافضی ایران منفعت برداری از مجاهدین غزه میکنه؟ همین سوال بازم استاد سلام الله متعال استان کنم. بارک الله فیکم. سلام علیکم. الله متعال شما رو دوست بدارد. تشکر برادر است. چرا میخواید از این مسئله بهره برداری بکنند؟ یاد یک حکایتی افتادم. میگن که یک هیزم شکنی بود، خلاصه رفته بود در جنگل، تبر میزد، با تبری برده بود، تبر میزد و هیزم میشکست و میورد بازار میفروخت. یک شخص بیکاری به اصطلاح تنبلی پشت این هیزم شکن میرفت و این وقتی که این تبر میزد، دیده باشید کسایی که هیزم میشکنن یک صدایی از خودشون در میزنن، یک صدایی از خودشون در میارن. خلاصه این هیزم شکن بیچاره هیزم خورد میکرد در جنگل و این تنبل از پشت سر این میرفت و خلاصه هر تبری که میزد این یک صدایی از خودش در میآورد. بعد از اینکه طرف اومد در بازار و خلاصه هیزم رو فروخت، پولش رو گرفت دستش، این طرف اومد گفت که حق من رو بده. حق چی رو بدم؟ گفت تو که تبر میزدی من یک صدایی از خودم در می آوردم. این نظام آخوندی هم همین است که اونجا مجاهدین اهل سنت در فلسطین بیش از 50-60 هزار شهید دادن، غزه خراب شد و این همه قربانی دادن و اینها میگن که بله این به اصطلاح دستاورد ما هست. حکایت همون هیزم شکن و همون شخص تنبل است. در حالی که اینها فلسطین رو هم فروختن، لبنان رو هم فروختن، یمن رو هم انشالله چند روز بعد میفروشن، عراق رو هم فروختن. اینها به خاطر خودشون، به خاطر مصلحتشون، نه اسلام، نه خدا، نه پیغمبر، هیچی برایشان مهم نیست. یک کلیپی رو من برای شما نشون بدم، چون همیشه این رو میگفتم بعضیا متاسفانه بعضی از اهل سنت ما حکایتشون حکایت مثل همون کپکی است که میگن در برف وقتی کپکا رو دنبال میکنن، این کپک سرشو میکنه در داخل برف، همه وجودش بیرون است، فکر میکنه که خلاص، چون که شکارچی رو نمیبینه فکر میکنه که شکارچی هم اون رو نمیبینه، همه وجودش بیرون هست اما سرشو میکنه داخل برف. بعضی از اهل سنت ما متاسفانه اینطوری هستن. در عراق ضربه خوردن، در سوریه ضربه خوردن، در فلسطین ضربه خوردن، در افغانستان ضربه خوردن، در پاکستان ضربه خوردن، در مصر، در همه دنیا ضربه خوردن، اما هنوز هم سرشون داخل برف است، فکر میکنن که دنیا خیر و خیرت است. این کلیپ رو با ما بشنوید ببینید که چی میگه. الان ایران
ایران و ایالات متحده در سوریه می توانند زمینه‌بازی مشترک تعریف کنند، همون جوری که توی عراق کردند. در مقابل ترکیه به دلیل اینکه مسئله کردهای اونجا YPG اونجا مورد تأکید آمریکاست و ترکیه احساس خطر جدی میکنه از اون سمت، برای همین تقابل ایجاد میشه. ایران میتواند بر سر تأمین امنیت کردها در سوریه با آمریکا منافع مشترک داشته باشه. متوجه نشدید؟ یک بار دیگه گوش کنید. الان ایران و ایالات متحده در سوریه می توانند زمینه‌بازی مشترک تعریف کنند، همون جوری که توی عراق کردند. در مقابل ترکیه به دلیل اینکه مسئله کردهای اونجا YPG اونجا مورد تأکید آمریکاست و ترکیه احساس خطر جدی میکنه از اون سمت، برای همین تقابل ایجاد میشه. ایران میتواند بر سر تأمین امنیت کردها در سوریه با آمریکا منافع مشترک داشته باشه. الان ببینید دوستان عزیز، من بارها گفتم، یعنی این حکومت و این جماعت آخوند هر جایی که اسلام و مسلمان وجود داشته باشد اینا حاضرن دستشون رو در دست هر گبر و ترساب و یهود و نصارایی بگذارن، در دست هر جنایتکاری بگذارن، المهم مسلمان ها در اونجا نتونن سر بلند بکنن. میگه الان ببینید بعد از 52 سال این ظلم ها رو دیدید، زندان ها رو دیدید، جنایت ها رو دیدید، شهرهای خراب شده رو دیدید، کودکانی که به دست این ملیشه‌های رافضی ایران و سپاه پاسداران و حزب الله به خاک و خون کشیده شدن، همه اینا رو دیدید. الان ترکیه اومد یک گام مثبتی برداشت، در کنار وارثین حقیقی سوریه و ملت سوریه قرار گرفت، حالا به هر دلیلی که هست، و این حکومت اومد در اونجا پایدار شد و رژیم جنایتکار اسد سقوط کرد، رژیمی که ایران با همکاری روسیه و زینبیون و فاطمیون و آشغالیون و خلاصه هرچه گند و کثافتی که اینها داشتن از سراسر دنیا جمع کرده بودن، در کنار این رژیم منحوس و ظالم و ستمگر ایستادن. الان مردم سوریه دارن یک نفسی میکشن، دارن احساس میکنن که این کشورشون آزاد شده. به خدا صحنه‌ای رو من دیدم، این صحنه دوستان ببینید، یعنی زن و مرد سوریه‌ای به خیابون‌ها ریختن، دارن خیابان‌ها رو تمیز میکنن. این محبتشون به کشورشون، این احساس امنیت و آرامی، این که الان این مملکت از این هاست، قبلا این خونه شخصی به اصطلاح خانواده اسد محسوب میشد. ببینید اینجا الان اومده آقا در تلویزیون رسمی ایران میگه که جمهوری اسلامی باید الان دست به دست آمریکا بده کردهای که در سوریه هستن که اکثرشون کمونیست ها هستن، همکاران آمریکا و اسرائیل هستن. ما از ملت بزرگ کرد صحبت نمی کنیم، از مسلمانان کرد صحبت نمی کنیم، تاج سرمون هستن. ما داریم از یک گروهی صحبت میکنیم به نام قوات سوریه دموکراتیه که آمریکا اینها رو کمک میکنه و در سوریه میخوان یک به اصطلاح منطقه خودمختار کرد تشکیل بدن در اونجا که خواسته های آمریکا و دشمنان اسلام رو برآورده بکنن. حالا این انسان ها اگر سنی باشن، شیعه باشن، حتی برادر ما هم باشن، منفورن. الان چی میگه ایران؟ میگه که باید ایران، جمهوری اسلامی، دست به دست آمریکا بده، این کردها رو کمک بکنه که دوباره در سوریه یک جنگ داخلی و یک آشوب و هرج و مرج و برادرکشی رو راه بندازن. یعنی چی؟ یعنی از کردها استفاده ابزاری بکنن بر علیه کی؟ عربها و اهل سنت. وقتی ما میگیم اینا غده سرطانی هستن در این منطقه، بعضیا باورشون نمیشه. این هم اعتراف خودشون.
2-3 هفته این کلیپ رو من داشتم نمیخواستم پخش بکنم. این صحبت های این برادر عزیزمون سبب شد که پخشش بکنم، چون بعضی بعد چی میگن؟ شما نمیدونم فتنه میندازید و آشوب میندازید در بین مسلمان. بابا جان، اینا خودشون سراسر فتنه اند، سراسر آشوبند، سراسر ناامنی‌اند، سراسر جنایتن. بابا جان شما رو چه به سوریه بگذارید؟ بابا رفت، تمام شد، بشار رفت، روسیه رفت، الان این ملت رو بگذارید یک نفسی بکشه. نه، نمیگذارم. به خاطر چی؟ چون اینها هدف اصلیشون دشمنی با اسلام و با مسلمانان و با انسانیت است. این واقعیت است دوستان عزیز. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد، من زیاد شارژ ندارم، میخواستم چند حدیث رو بررسی کنم ولی شما واتساپ جواب نمیدین. الو. بله بفرمایید، الان بفرمایید. الان بلا وقت بکنه، ولی اول سوالمون قبل از این پاسخ دارم. نماز پشت سر بدعت چه حکمی داره؟ برمیگرده که بدعتش چی باشه. برمیگرده که بدعتش چه باشه. اگر بدعتش در عقیده باشه جایز نیست پشت سرش نماز خوندن. البته من خودم شیعه‌زاده هستم. خب حالا میریم سراغ آیه بعد حقیق هستم. این آیه رو میگه آلوسی در روح المعانی گفته شأن نزولش و در زمان او از عبدالله بن مسعود میگه در زمان پیغمبر ما این من بررسیش کنیم. من از طریق اینستاگرام مطالعه می‌کنم. کدوم آیه؟ آیه بلغ رسالتک. خب بخونید، آیه رو کامل بخونید. بلغ رسالتک یعنی چی؟ همچین آیه کامل بخونید، کامل بخونید آیه رو کامل بخونید. قطع شد. دوست عزیز آمادگی بگیر، آیه رو جلوت باز بکن. من حال حوصله ندارم که اینجا برای شما بگردم دنبال آیه. آماده بکن شبهه‌ای که داری کامل، بعد از اون زنگ بزن دوست عزیز. وقت ما رو هم نگیر، وقت خودت رو هم نگیر. منیب برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام جناب استاد. اولا این خواهش دارم چرا انقدر لایف کم میزنه جناب استاد؟ واقعا ما خیلی نیاز داریم که با شما صحبت کنیم، کلی سوالات بپرسیم. این برنامه لایف اگه بیشتر کنید خواهشاً نظرتون چیه؟ بعدش من صحبت میگم. باشه چشم، انشالله سعی میکنیم بیشتر بشه انشالله. هفته 2 تا برنامه دارم کافیه دیگه. زنده باشید برادر. خدا نمیدونه در ضمن این این 2 هفته خیلی کم هم شده. شبای جمعه میایم هی سالانساری یوتیوب دعوا باز میگیرم و سالانساری لایو نیست. چیکار کنیم دیگه؟ من حقیقتش 1-2 هفته بیمار بودم، به خاطر همین نتونستم برنامه برم. انشالله از این به بعد روزهای جمعه در خدمتتون خواهم بود انشالله. بفرمایید برادر عزیز. نه دیگه شما دیگه مراقب خودتون باشین. شما نور چشم ما هستین. شما دیگه سلامت باشید. چی بگم، یعنی از زبان من عاجز از صحبت و تعریف شما جناب استاد. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. جناب استاد الان یه سوالی دارم، منو خیلی ذهنمو درگیر کرده. خب من اینجوری براتون شرح میدم که انشالله براتون برداشت بشه. من یک افغان هستم. شما با لهجه افغانی مشکل ندارین که من افغانی صحبت کنم؟ افغانی، پشتو، اردو، ازبکی، ترکی، انگلیسی و هر زبانی که دوست داری صحبت کن. ماشاءالله. جناب استاد موضوع این است که من حیث یک افغان، اسم مثال از احمد، اگر استاده شوم و بگویم از وطنم دفاع میکنم، از این مرزهایی که برای ما انگلیس کشید از این دفاع میکنم، آیا این به عقیده ما مشکل داره یا نه؟ ما چند روز قبل از استاد یک استادی هست، استاد دانشگاه هم بود، اسمش فراموشم شده، از او شنیدم که ظاهر دایی گفت اگر ما بگوییم که از این مرزها دفاع میکنیم، گفت این در عقیده ما مشکل ایجاد میکنه. این مرزها را به خاطر که اسلام حد و مرز نداره، در اسلام پاسپورت نیست. گفت در زمان خلافت حضرت عمر و بقیه خلفا مثلا عثمانی ها، گفت کلمه تو پاسپورت دادم بود، ویزه هم بود و در اسلام حد و مرز نیست. اگر من ساده شوم بگویم از این خط و مرز دیورن دفاع میکنم، آیا این در عقیده ما مشکل داره؟ آیا این درست هست یا نیست جناب استاد؟ میرم موضوع را خیلی روشن کنیم. من پشت خط هستم، بعد یک سوال دیگه هم دارم، بعد از حضورتون مرخص میشه. بله ببینید برادر عزیز و گرامی، این که ما میگیم که اسلام مرز ندارد، این حقیقت است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که
مسلمان ها مانند یک جسد هستند. درست؟ مانند یک جسدی هستند که اگر عضوی از این جسد به درد بیاد همه بدن با او چی میکنه؟ همراهی و همدلی میکنه. انما المؤمنون اخوه آیه قرآن کریم است. همه مسلمان ها برادران همدیگر هستند. اما اینکه امروز مثلا شما یا یک افغانی، یک تاجیکی، یک ازبک، یک ترک، یک ایرانی، یک پاکستانی بگوید که من از این دیار خودم، از این کشور خودم در مقابل دشمنان اسلام، در مقابل دشمنان دینم دفاع می کنم، هیچ منافاتی با دین و با عقیده ندارد. اما اینکه این مرزها را ما جزئی از عقیده خود ما بدانیم، این مرزها را جزئی از دین بدانیم، این درست، این به اصطلاح با عقیده صحیح، با اسلام صحیح منافات داره. چون که این مرزها رو الله سبحانه و تعالی قرار نداده. این مرزها رو دشمنان اسلام برای ما تحمیل کردن. همین که خط دیروان میگیم، بله، همین که خط دیروان میگیم، این خط رو کی درست کرد؟ یک شخصی به نام دیروان بود که این میخواست یک منطقه متنازع علیه بین هند و بین افغانستان وجود داشته باشد که بعداً پاکستان در اونجا تأسیس شد، که هر موقع خواستن این منطقه رو یک فتیله جنگ بین دو کشور قرار بدن و این مناطق متنازعی در بین اکثر کشورها، بین ازبکستان و تاجیکستان، بین افغانستان و ازبکستان، بین افغانستان و ترکمنستان، بین ایران و افغانستان، بین اکثر کشورها گذاشتن و هر وقتی که خواستن اینا رو میتوانن که توسط اون یک جنگی رو در اونجا شعله ور بکنن. اما این که مثلا من امروز پاسپورت فلان کشوری رو دارم و این کشور رو به عنوان وطن خودم میدانم، این هیچ منافاتی با عقیده و با دین و با توحید ندارد. استاد داعی و همفکرانشان یک کمی در این زمینه مبالغه میکنن برادر عزیز. یعنی جناب استاد الان مثال زنده بدیم، الان بیایم داخل موضوع. طالبان اومدن گفتن ما جهاد میکنیم. من حالا شاید جاهای کمی باشه که بتونیم حرف بزنیم. من اینجوری بگم که اینا با مسلمان جنگیدن که یک کشور رو فتح کنن، با سربازای خودمون جنگیدن. ما خیلی شاهد بودیم سربازای خودمون بیشتر از آمریکایی اینجا شهید میشن، طرف میشن. حالا اینکه عقیده بعضا است که نه شهید نشدن، نه این بر شهید شدن، اون بستگی به عقیده همون آدم داره. اون آدم اگه استعداد شده باشه برای این که من برای مقام و مال و فلان بجنگم، این بس فرق میکنه. ولی یکی استعداد شده باشه من برای مثلا اسلام و خدا میجنگم، اینم بسش فرق میکنه. الان این طالبان اومدن جنگ کردن، این ساحه رو گرفتن و جهادشون تموم شد. جهادشون تو افغانستان تموم شد. مگه این جهاد شمرده میشه؟ جناب استاد این جهاد فقط تو همین خط دیورندی که شما گفتین، دیورندی که آدم بود از انگلیس، شما بهتر از من معلومات دارید، همین خط دیگه تموم شد، اینا جهادشون بس متوقف شد. آیا این جهاد شمرده میشه یا نمیشه استاد؟ ببینید وقتی که طالبان با نیروهای آمریکایی و ناتو و همپیمانانشان در افغانستان می جنگیدن، این جهاد بود. چرا؟ کشور مورد اشغال دشمنان اسلام و کفار قرار گرفته بود و اونها یک حکومتی رو در اینجا تأسیس کردند که از منافع اونها دفاع بکند. کرزی رو از کجا آوردن؟ بله. کرزی رو از آمریکا آوردن. افغانستان بله. حالا این اشرف غنی گفتم جناب استاد از آمریکا اومد دیگه. اشرف غنی، کرزی، این حکومتی که 20 سال در افغانستان حکومت کرد، آیا این یک حکومت مستقل بود، یک حکومت مردمی بود، یک حکومت اسلامی بود؟ نبود. اگر یک حکومت مستقل و مردمی می بود، یک شبه فرار نمی کردن از افغانستان. هیچ پایگاه مردمی نداشتن و در پشت سر اینها کفار بودن و هر کسی که با کفار همکاری بکند در اشغال سرزمین‌های اسلامی، حکمش حکم همان کفار است. چون الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم. کسی که از شما با آنها دوستی می‌کند، با آنها همکاری می‌کند، او هم از جمله آنها محسوب می‌شود. من کاری به مجموعه و یه حزبی به نام طالبان یا غیر طالبان ندارم. هر کسی که در مقابل اشغالگر، در مقابل کفار می جنگد، این جهاد است. چون که سرزمین آنها را
خاک آنها را، وطن آنها را وقتی کفار اشغال می کنند، جهاد بر همه زن و مرد در این مملکت فرض می شود. برادر عزیز ببین جناب استاد، الان این چند موضوع رو میگیم. یک موضوعی که یک دفعه قاطی میشه، ایرانی میشه، دفعه افغانی میشه. یک موضوعی که استاد میگن هم پیمان بودن. خب رسول الله با یهود هم پیمان داشت، این مشکلی نیست که مثلا یک کسی که هم پیمان بود او را بکشیم. این یک موضوع. موضوع دیگه ما از زمان یک لحظه میبخشید. همینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیا در جایی که رفتن با کفار پیمان بستن، آیا کفار را آوردن در مدینه حاکم کردن در سرزمین مدینه، یا نه به خاطر مصلحت‌های سیاسی، نظامی، امنیتی یا اجتماعی پیمان بستن با کفار؟ مثلا با بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، قبایل یهودی که در مدینه بودن، با اونها پیمان دفاعی داشتن، به این معنی که اگر یک دشمن مشترکی به مدینه حمله بکند، آنها در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن دشمن می جنگند. نه اینکه دشمن را آورده باشند، یهود را آورده باشند در مدینه حاکم کرده باشند. رهبران ما رفتن در بن افغانستان رو دو دسته با آمریکا چیکار کردن؟ تقدیم کردن. این در هیچ جای شریعت دین، در شریعت اسلام در هیچ جایش جا ندارد. برادر عزیز بفرمایید، ادامه بدید. حالا در یک بحث دیگه استاد، من خودم یک شخصی هستم که تقریبا اگه اشتباه نکنم 8 ماه داشتم که تا امریکایی اومد در افغانستان و 20 سال من زیر سلطه امریکایی بزرگ شدم، مکتب خواندم، حتی تا صنف 3 پانتون، شما بهتر میفهمید، صنف 3 پانتون خواندم. من در زیر پرچم آمریکایی، در زیر این آمریکایی بزرگ شدم. چرا عقیده من خراب نشد؟ چرا من مسیحی نشدم؟ الان از نظر طالب کشتن من هیچ مشکلی نداشت، انتحار میکردن، میسن. اگه من میمردم امروز خب خدا خواست که من زنده باشم، من میمردم هیچ مشکل نداشت. آیا جهاد سر من رواست؟ آیا کشتن من روا بود در اینجا؟ نه ببینید، اولا اینکه افغانستان، مردم افغانستان، علمای افغانستان، دعوتگران افغانستان، چه در زیر اشغال، چه قبل از اشغال، چه بعد از اشغال، دینشان را، عقیدهشان را، ملت را حفظ کردن. این اولا. ثانیاً کشتن مردم عام، کشتن مردم بیدفاع، کشتن مردم غیر مسلح، کشتن مردمی که در جنگ اشتراک ندارند به هیچ شکلی جایز نیست و جهاد شمرده نمی شود. اگر یک طالبی غیر طالبی آمده باشد خودش را در بین مردم بیگناه منفجر کرده باشد، خودش الی جهنم و بئس المصیر. و این مردم و این کسانی که در اینجا کشته شدن، اینها را الله سبحانه و تعالی شهادتشون را قبول بکنه. یعنی کشتن مردم بیگناه به هیچ عنوان جهاد شمرده نمی شود، ولو این که این مردم در سایه اشغال و در سایه حکومت غیر اسلامی مجبوراً زندگی می کرده باشند. خب این انتحار انفجار کجاش جهاد شد جناب استاد؟ که یا صدها انتحار انفجار کردن، ما شاهدش بودیم. مسئله انتحاری یا استشهادی که میگویند، این یک مسئله مختلفی است بین علما. انتحار یا استشهادی در وقتی که هیچ سلاح و وسیله‌ای برای جلوگیری از پیشروی کفار وجود نداشته باشد و یک مجاهد مثلا جان خودش رو فدا می کند که جلوی پیشروی کفار یا جمع کفار یا حمله کفار رو بگیرد، در اون صورت به شرط اینکه در بین کفار باشد جایز است. نظر بعضی از علماست و همین را هم بعضی از علما مانند شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه این رو خودکشی می‌داند، انتحار می‌داند، جایز نمی‌داند. بعضی از علما همین رو هم جایز نمی‌دانند. و کسانی که جایز می‌دانند دلایل برای خودشان دارند، چه از قرآن، چه از به اصطلاح افعال صحابه یا از سیرت. اما اینکه این انتحار یا این استشهادی در بین مردم بیدفاع و مردم عوام الناس صورت بگیرد به هیچ شکلی جهاد نیست و جایز نیست. هیچ کس به این فتوا نداده است، نه کسانی که موافق هستند نه کسانی که مخالف هستند. بدون شک نظر خودم هم امیر
است جناب استاد. اگر ما بریم انتحار کنیم در بین کفار، در بین همین آمریکایی میرفتن انتحار میکردن درست بود، اما یک میومدن در بین افغان ها در مسجد، در شفاخانه، در مکتب، در کجا ابدا جایز نیست، ابدا جایز نیست، ابدا جایز نیست. در مسجد، در شفاخانه، در اماکن، حتی در وزارتخانه هایی که در اونجا مردم ملکی کار میکردن، حتی کشتن انسان های ملکی که در حکومت کار میکردن، اینها مسئله بسیار بزرگی از خون یک مسلمان هست. اگر همچین سوالی مثلا از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میشد، اهل مکه و مدینه رو جمع میکردن تا جواب بدن. اما متاسفانه مفتیای فیسبوکی و یوتیوبی و مفتیای به اصطلاح اتوماتیک فعلا در هر جای هستن، تا شور بخوری میگن که کافر از خلاص کشتنش جایز است. در مورد تکفیر هم حالا این بحث هم میبندیم اگه اجازه شما باشه استاد. من دو تا بحث داشتم با دو خانم ایرانی، میخوایم اینا رو با امروز شریک کنم، بعد یک موضوع تکفیر براتون شما بگم. یک خانم طولانی نشد؟ گفت شما وهابیان. بله جناب استاد. طولانی نشد؟ اگر کوتاه بیان میگم جناب استاد، فقط باز میریم سر سوال بعدی بود من قد میکنم از دورتون مرخص میشم. یکی اومد گفت شما وهابی‌ها چرا عقیده داره که باید 6 نفر یا 3 نفر شیعه بکشه بعد بهش به من گفتم این عقیده کاملا اشتباهه. گفت برای ما چنین گفتن. این یک موضوع دیگه دروغ است. اومد میگه بیا دروغ است. شیعه علی شو، بیا فلان کو میسپارمت به الله، میسپارمت به علی. به الله کجا بود؟ به علی میسپارمت. بعد خیلی سر ما فشار آورد جناب استاد. بعد میگم من بسیجی هستم، با من عکس دست خودش دستش یک سلا بود، یک زن، من بسیجی هستم، من فلان هستم فلان. من هم یک ویدیو خود من فرستادم که در حال شلیک با موسلا بودم، گفت تو اگه گنگی من گنگ تر هستم. این یک موضوع. آره سوال بعدی رو میکنم و من زور شما مرخص میشم، واقعا لذت میبرم از حرف زدن با شما. نمیخوایم قطع کنم ولی باید قطع کنیم. تکفیر ما در چه حالت شیعیان رو میتونیم تکفیر کنیم؟ بعضی شیعیان هستن میگم نه ما قرآن قبول داریم. اگه کافر قبول داشته باشه باید قرآن قبول نداشته باشه. کافر خودش به عقیده تحریف قرآن بود. میگم نه من قرآن قبول دارم، کلمه میخوانم، من نماز میخوانم، میگه چرا من کافر میگی؟ مادام اینکه باشه در این مورد صحبت میکنم، تشکر از شما برادر عزیز. تشکر خدا نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله. من قبلا هم در این مورد بعضی از دوستان شاید که نپسندن، ما به هیچ عنوان نمیتوانیم عموم شیعه رو تکفیر بکنیم. کافر گفتن عموم شیعه جایز نیست. علمایشان، مراجعشان که کفر صریح و آشکار از آنها ثابت شده باشد، کفر صریح و آشکار، انکار قرآن کریم، انکار آیات الهی، توهین به تهمت و توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه، چون که براءت ایشان در قرآن کریم ثابت است، این مسائل ثابت شده باشد، در کفر اونها هیچ شکی نیست. عموم شیعه رو به خاطر این کافر نمیدونیم که اونها از این دسایسی که در پشت پرده است خبر ندارن. عموم شیعه به همین قرآنی که ما اعتقاد داریم، به همین قرآن اعتقاد دارن، به همین الله اعتقاد دارن، به همین پیامبر اعتقاد دارن، با آنچه که از به اصطلاح اعمالی که از اونها سر میزنه اعمال کفری هست، اعمالشون اعمال کفری هست، اعمال شرکی هست. اما وظیفه ما به عنوان یک مسلمان قبل از تکفیر کردن فهماندن و بیان عقیده صحیح و درست برای آنهاست. تکفیر کردن که خیلی آسان است. بشین همین الان اینجا، بشین پشت یک تیک تاکی، یک اینستاگرامی، یوتیوبی، یک صفحه باز بکن بگو کل دنیا کافر هستن. خیلی ساده است. اما دعوت کردن یک انسان به سوی توحید و به سوی اسلام کار ساده ای نیست. بعضی از دعوتگران ما، بعضی از علمای ما همون کار ساده رو گرفتن که بیا همه رو تکفیر بکن. تکفیر کردن خاص آسان است، با یک کلمه میتونی بگی کل دنیا کافر است. اما اصل وظیفه ما تکفیر است یا دعوت است؟ خداوند ما رو امر به تکفیر کردن کرده یا امر به دعوت کردن کرده؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. دعوت بکن به سوی دین الله سبحانه و تعالی با حکمت، با علم و با سخن نیکو. در هیچ جای قرآن ما رو امر به تکفیر نکرده که شما برید انسانها رو تکفیر بکنید. امر به نشر و پخش و دعوت مردم به سوی دین کرده. امر به دعوت مردم به سوی توحید و یکتاپرستی کرده. تشکر میکنم از شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید برادر عزیز.
من یک کلیپی است خدمت این تماس رو بگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. درود بر شما استاد. بفرمایید. راجب صدام حسین، معمر قذافی، راجب این دو نفر توضیح میدید انسان‌های خوبی بودن یا بدی بودن؟ والا دیگه من عالم الغیب نیستم که انسان‌های خوبی بودن یا انسان‌های بدی بودن، اما امروز نوع حکومتشون اسلامی بوده یا نه؟ نه نوع حکومت صدام اسلامی بود، نه نوع حکومت قذافی اسلامی بود. ما مثلا میگه وقتی که میگیم حکومت اسلامی، منظور از حکومت اسلامی حکومتی است که در آن شریعت اسلامی تطبیق شود، در آن اطاعت از الله و رسول صورت بگیرد و این نه در حکومت صدام بود و نه در حکومت قذافی. اصلا عبدالکریم قاسم و صدام اینا حزب بعث شاخه سنی رو به اصطلاح در عراق تأسیس کردن و حافظ الاسد پدر بشار الاسد شاخه به اصطلاح شیعه نصیری حزب بعث رو در سوریه تأسیس کردن و حزب بعث میدونید یک مؤسسینش میشل افلق و اینها اصلا یهودی بودن و یک چیزی شلغم شوربایی از سوسیالیستی و ناسیونالیستی و کمونیستی و اینها رو با هم قاطی کرده بودن به نام قومگرایی یا به اصطلاح ناسیونالیستی عرب. این حزب رو تأسیس کردن که در اون زمان بعد از خلافت عثمانی، بعد از سقوط خلافت عثمانی، قضیه عربیت و پان عربیسم و اینها در بین عرب‌ها زیاد رواج شده بود، به خاطر همین به سرعت انتشار پیدا کرد. بعد از اون در اواخر صدام اومد مثلا تظاهر به این کرد که بله دیندار شده و خلاصه حتی در لحظه محاکمش دیدید که قرآن در دستش گرفته بود و اینها. اما همه اینها جنایت هایی رو که صدام در عراق انجام داد، از قتل و کشتار و به اصطلاح چه در بین کردها و چه در بین اهل سنت، چون صدام یک دیکتاتور بود، یک انسان ظالم بود و ظلمش و انسان عادل بود. عادل در چی بود؟ که ظلمش برای همه بود، یعنی مختص شیعه و سنی و کرد و عرب و عجم نبود، بر همه ظلم میکرد. آره یعنی وضعیت اقتصادی مردم خیلی بهتر از امروز بود در عراق، وضعیت نظامی حکومت، وضعیت سیاسی، استقرار، امنیت در عراق خیلی بهتر از امروز بود. اگر امروز شما به یک عراقی بگین که صدام دوباره بیاد دوست داری یا که همین حکومت فعلی باشه، میگه که خدا پدر و مادر صدام رو بیامرزه با وجود همه ظلمی که کرده بود. منتها این که در خاتمه اعدام شد به دست روافض، به دست آمریکایی‌ها و شهادتین گفت و الله سبحانه و تعالی بهتر میدونه که باهاش چطور برخورد بکنه، اما اینکه حق مردم رو ضایع کرده و ظلم و ستم بر مردم کرده، این رو الله سبحانه و تعالی خودش باهاش محاکمه بکنه. در مورد قذافی در مورد قذافی خدمتتون عرض بکنم، قذافی یک آدم دیوانه‌ای بود، البته دیوانه اوفیار میشه بهش گفت. در زمان قذافی مردم لیبی در ناز و نعمت زندگی میکردن از نگاه ثروتمندی، آسایش، این مسائل، اما در ضمنش آدم ظالمی بود، با تندی با مخالفینش برخورد میکرد، انسان متکبری بود، انسان خودخواهی بود، خودش رو مافوق حتی خدا میدانست. مثلا اومده بود در ریاض، کسی ازش پرسیده بود که نمیری عمره بکنی؟ و من دیوانه نیستم که دور برای اون قوطی سیاه بگردم، که منظورش خانه کعبه بود. یعنی یک سری کفریات و چرندیاتی هم داشت. یک کتابی داشت به نام کتاب سبز، بهش میگفتن کتاب الاخضر. این کتاب حیثیت قرآن رو داشت در لیبی. یعنی صبح شما وقتی تلویزیون لیبی رو شروع می‌کردید، برنامه‌ها با خواندن یک صفحه دو صفحه از کتاب سبز معمر القذافی شروع می‌شد و عاقبتش هم دیدیم که چی شد. بنده میتونم به اروپا مهاجرت کنم؟ به هر جایی که دوست داری مهاجرت کن دوست عزیز. ایرادی نداره. شما به هر جایی که دوست داری، هر جایی که تو بتونی دینت رو در اونجا حفظ بکنی، و هجرت به معنی این نباشه که انسان بره در اونجا ساکن بشه.
هجرت به معنی این نیست که شما وقتی شما الان میگی مهاجرت یعنی چی؟ بر اساس ظلم و ستمی که شما در کشورتون باش روبرو هستید و آزادی بیان، آزادی ادای شعائر دینیتون رو ندارید، می توانید به هر کشوری مهاجرت بکنید، اما وقتی که این شرایط عوض شد باید به کشور خودتون برگردید. مثلا الان حکومت عربستان و امارات متحده عربی اینها اسلامی حکومتشون، حکومت امارات مثلا هیچ کدوم از اینها نگفتن که ما حکومت اسلامی خلفای راشدین هستیم. کدومشون ادعا کردن؟ به خاطر همین من بارها گفتم ببینیم برادر عزیز، من بارها گفتم ما در قرآن و سنت هیچ وقت نمونه ای از حکومت اسلامی رو نه خداوند برای ما بیان کرده نه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که خلافت بر اساس روش نبوت یا منهاج نبوت مدتش چند سال است؟ 30 سال. با وفات حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما خلافت راشده علی منهاج نبوت تمام شد. بعد از اون صحابه گفتن یا رسول الله بعد از اون چی میاد؟ گفتن بعد از اون ملوکیت میاد، ملک غصب میاد. چیکار بکنیم در اون زمان؟ گفتن بشنوید و اطاعت بکنید مادامی که اونها بر اساس قرآن و سنت حکم میکنن. ببینید ما مثلا خلافت‌های مختلفی داشتیم، حکومت‌های مختلفی داشتیم. اصل در این حکومت‌ها چی بود؟ تطبیق قرآن و سنت. ادعا هم این بود، درست است؟ بنی امیه هم اینو میگفتن، بنی عباس هم اینو میگفتن، سلجوقیان و خوارزمشاهیان و نمیدونم همه این عباسیان و عثمانی‌ها و همه اینا اینو میگفتن که ما خلیفت الله هستیم، ما خلیفه رسول الله هستیم، ما خلافت اسلامی هستیم، ما قرآن و سنت رو در بین جامعه تطبیق میکنیم. به خاطر همین ما در قرآن و سنت یک به اصطلاح ویژگی، یک شکل خاصی از حکومتداری رو برای ما بیان نکردن. چرا؟ چون شکل حکومت مهم نیست. امارات باشد، پادشاهی باشد، جمهوری باشد، هر چی که میخواهد باشد، بلکه ویژگی های این حکومت مهم است. عدالت باشد، مساوات باشد، برابری باشد، ظلم نباشد و تطبیق شریعت و قرآن و سنت. این در حکومت اسلامی یک اصل است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اولو الامر وقتی ازشون اطاعت میشه که از قرآن و سنت اطاعت کرده باشن. رسول الله مثلا صحابه رو فرستادن به حبشه، نگفتن که برید در حبشه که در اونجا یک حکومت اسلامی است، گفتن برید به حبشه فیها ملک عادل، در آنجا یک پادشاه عادل است. پس عدالت اساس ملک است. قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما رو تشویق به چی میکنه؟ در تشویق به عدالت میکنه. وقتی که ما میگیم از قرآن و سنت ما در حکومت باید تطبیق بکنیم، تطبیق قرآن و سنت یعنی تطبیق عدالت. در جامعه‌ای که عدالت نباشه، خدا کنه که اسمش باشه الامارة الاسلامیه العالیه القرآنیه النبویه، لکن در اونجا عدالت نباشه، خاک تو سرش، الی جهنم و بئس المصیر. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون. یک کلیپی از دوستان این رو که از همکارانمون زیرنویس کرده، خیلی جالب است این کلیپ. من یک زمانی در انتقاداتی که داشتیم از امارات اسلامی در افغانستان گفتیم که مثلا حکومتداری مدرسه داری نیست. حکومتداری عدالت میطلبه، حکومتداری سیاه صدر میطلبه، حکومتداری اینو میطلبه که همه گروه ها، همه افراد، همه اقشار جامعه رو شما در زیر بالتون بگیرید، به انتقادات، به پیشنهادات مردم احترام بگذارید. این انسان احمد شر به اصطلاح مسئول یا رئیس جدید سوریه یک صحبتی داره، کسی فیلمبرداری کرده، ما اینو به فارسی ترجمه کردیم. خیلی جالب است، با دقت این ترجمه رو گوش کنید، خیلی از واقعیت ها رو بیان میکنه. الجواز السوري خلال كم سنه بتحطوه على الطاوله بصير له وزن. يا سلام. عقل الثار ما بيبني دوله، عقل الثوره ما بيبني دوله. دوله انه احنا نبني مؤسسات تحقق يعني مستوى جيد من العداله بين الناس. صحيح. این حرف خیلی جالبی است. میگه که
با فکر و منطق انقلابی نمیتوان دولت ساخت، یا با فکر و منطق مدرسه‌ای نمیتوان دولت ساخت، با فکر و منطق به اصطلاح طالبانی نمیتوان دولت ساخت. حرکت طالبان یک چیزی است، دولت یک چیزی خیلی بزرگتری است. دولت همه یک ملت رو در بر میگیره. در زیر چتر یک دولت یهود، نصارا، هندو، سیک، شیعه، سنی، کافر، مسلمان، همه اقوام، همه مذاهب. چند روز پیش مثلا در افغانستان اومدن کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب مثلا ممنوع باشه. همین کارشان سبب شد که باور کنید در سایت قلم بعد از اعلان ممنوعیت کتاب توحید در افغانستان تعداد دانلودهای این کتاب 10,000 مرتبه بیشتر شد. ببینید این عقل مدرسه‌ای است. آقا این کتاب ممنوع باشه، اینو فیلتر بکنید. مثلا حکومت ایران 40 سال اینترنت رو فیلتر کرد، یوتیوب رو فیلتر کرد، فیسبوک رو فیلتر کرد. امروز فیلمی که در هالیوود هنوز در سینماهای آمریکا پخش نشده توسط CD در بازار سیاه در ایران دست به دست میشه. همه ایرانی رو میبینن. امروز نمیشه که شما این چیزها رو منع بکنید. امروز به مجردی که شما میگید که خواندن فلان کتاب ممنوع است، 99% جوانها میرن سرچ میکنن، کتاب رو پیدا میکنن، میخوانند. من خاطره رو خدمتون بگم. در مدینه منوره در هیئت امر معروف کار میکردم. یک روز یکی از دوستان عرب زنگ زد، گفت که یک ایرانی است، یک جوانی ما رو دیوونه کرده، ببین چی میگه این. رفتم خلاصه در دفتر هیئت امر معروف، در دفتری که در باب ملک فهد بود، نزدیک باب جبرئیل، وقتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام میدن خارج میشن، دست چپ دیدم یک جوانی، سلام بهش دادم، شما ایرانی هستید؟ شروع کرد فارسی صحبت کردن. گفت من دانشجوی کامپیوترم، دانشگاه تهران فلان. خب بفرمایید چه خدمتی میتونم برای شما انجام بدم؟ گفت والله من دنبال این کتاب محمد ابن عبدالوهاب میگردم. خندیدم، گفتم چرا؟ یعنی چی؟ چرا دنبال این کتاب میگردی؟ گفت والله از بس که در ایران به ما گفتن که کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب رو نخونید، کتاب اون رو نگیرید، اگر کسی بهتون هدیه داد نگیرید، نخونید. من اومدم اینجا که این کتاب رو بخونم. اتفاقا اونجا کتاب توحید بود، نسخه فارسیش. گفتم بفرمایید، اون کتاب جنجالی ترین کتاب محمد ابن عبدالوهاب این است. کتاب رو گرفت و رفت، خلاص شماره منو گرفت. 24 ساعت دقیقاً، یعنی فرداش همون ساعت ها بود که دوباره بهم زنگ زد. آقا انصاری میشه شما رو ببینم؟ بیا حرم هستم ببینم. گفت من الان فهمیدم که چرا آخوندها به ما میگن که کتاب های محمد ابن عبدالوهاب رو نخونید. گفتم چرا؟ گفت به خاطر این که این کتاب محمد ابن عبدالوهاب بازار این آخوندها رو کساد میکنه، نونشون رو آجر میکنه. گفت من این کتاب رو خوندم از اول تا آخرش، غیر از قال الله قال رسول یک کلمه دیگه چیز دیگری نگفته. هر آن چی گفته با دلیل، با مصدر، با منطق در این کتاب آورده. دوستان عزیز، امروز مثلا میان کتاب توحید، ما نمیگیم کتاب توحید آزاد بکنید یا که آزاد نکنید. اصلا من بارها گفتم، اصلا فکر کنید محمد ابن عبدالوهابی در این دنیا وجود نداره. همه کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب رو امروز بگیرید در سراسر دنیا، هاردور و سافتور و چاپ شده و همش رو بگیرید از بین ببرید که انه محمد ابن عبدالوهابی در دنیا وجود نداشته. اما آیا آنچه که محمد ابن عبدالوهاب به اون دعوت میکرد از بین میره؟ نه، از بین نمیره. قبل از محمد ابن عبدالوهاب این دعوت صحابه بود، دعوت تابعین بود، دعوت ابن تیمیه بود، دعوت ابن قیم بود، دعوت شاه ولی الله دهلوی بود، دعوت هزاران و صدها علما و روشنفکران جهان اسلام بود که به سوی توحید و دوری از شرک و خواستن غیر الله دعوت میکردن. این دعوت قرآن است. مگر محمد ابن عبدالله غیر از قرآن و حدیث چیز دیگری گفته؟ خلاصه این فکر مدرسه‌ای است، این فکر طالبانی است که آقا اینو ممنوع بکن، اینو نگذار، اینو ببند، با این چیز نمیشه. فکر رو نمیتوانید زندانی بکنید.
شما میتونید محمد انصاری رو بندازید زندان، میتونید شکنجهش بکنید، میتونید بکشیدش، اما فکرشو نمیتونید از بین ببرید. شما هرچه منو شکنجه بکنید، زندان بکنید، فکر من رو نمیتونید تغییر بدید. این فکر من تنها اختیارش در دست من است. من هستم که میتونم که تصمیم بگیرم که چه باید فکر بکنم. این رو نمیتونید از بین ببرید، بلکه با زندانی کردن من، با شکنجه کردن من، با اذیت کردن من، شما فکر من رو خراب میکنید. امروز تشدد، افراط در جوامع به خاطر همین به وجود اومد که مردم انسان متفکر رو بردن زندان، از بس اذیتش کردن. وقتی از اونجا در اومد با یک فکر متشدد، با یک فکر تروریستی دنیا رو با آتش کشید. حرف خیلی جالبی میزنه، با فکر و منطق انقلابی نمیتوان دولت ساخت. بعد چی میگه؟ ثورة ما بيبني دولة انه احنا نبني مؤسسات تحقق يعني مستوى جيد من العدالة بين الناس. دولت این است که ما مؤسساتی رو ایجاد بکنیم که عدالت رو در بین مردم حاکم بسازیم. این است دولت، این است. امروز همه ملت سوریه این شخص رو و این دولتی رو که امروز سر قدرت هست رو چرا از خودشون میدانن؟ چون احساس میکنن که این دولت اونها رو داره تمثیل میکنه. ما نمیگیم از اصول و از ثوابت دین کوتاه بیایید. آقا یک دست نداد با وزیر خارجه آلمان، همه دنیا، همه تلویزیون ها، همه میدیا قیام کردن که آقا احمد شر با وزیر خارجه آلمان دست نداد، الی جهنم و بئس المصیر دست نداد که نداد. صدها هزار مسلمان در سوریه، انسان، مسلمان نه انسان، در زندانها، در زیر بمب‌های بشکه‌ای جان دادن. این دنیا صداش در نیامد. آقا یک احمد شر دست نداده با وزیر خارجه آلمان، قیامت شده دنیا. این دنیا این است. این حقوق بشر و آزادی و فلان که میگن این است. صحيح. وتمنع تكرار ما حدث في المستقبل. لازم نبني دولة بناء صحيح. فالبناء هذا إذا كان بيشوش على المطالبة في حقوق شخصية، قول البناء أولى من الحقوق الشخصية. خلي الناس. خیلی جالب است. امروز مثلا یک مسئولی در افغانستان یا در هر کشور دیگری این دیگه من جهاد کردم، من قربانی دادم، من فلان کردم. به حرف جالبی میزنه، میگه گاهی اوقات ما خواسته های شخصی خودمان را باید قربان بکنیم، فدا بکنیم برای ساختن یک دولت. نه، امروز ما دولت را داریم فدا میکنیم به خاطر خواسته های شخصی خودمان. یک بار گفته بودم 4 تا ملای احمق نشستن تصمیم برای 40 میلیون نفر تصمیم میگیرن که زن و دختر نباید درس بخونه. بعضیا اعصابشون خراب شده و زورشان داده بود که تو گفتی ملای احمق احمق احمق. 1000 بار تکرار میکنم، اون ملایی که با تحصیل دختر، با تحصیل زن مخالفت میکنه احمق است. احمق ضرب میلیون. چون خواسته شخصی خودش رو داره برای دولت رو، ملت رو، همه چیز رو داره قربان میکنه، فدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر این خواسته شخصی خودش. ادامه رو ببینید. ترجع تعيش شوي، تبني مع بعضنا، نغلب حالة التسامح، إلا اللهم مع الناس اللي كان عندهم جرائم ممنهجة، يعني جريمة منظمة. فات عمل مجزرة بالحولة، فات عمل مجزرة بالكذا، اعتدى كذا، اغتصب نسوان، عذب ناس بالسجن، عمل كذا. هدول استثنيناهم، أساسا هدول ما راحوا على بيوتهم، يعني هدول ما قبلوا العفو. هذا يعني نحن وصلنا لعنده هرب. صح هرب. ايه، فهذا هو ما استجاب لحالة العفو يعني. فلذلك انا استثنيته، وانا هيك ما اخلفت معه اخلاقيا ايضا. بس بقول باقي الناس مو كل واحد شاف الواحد بالطريق فبده يروح ياخذ حقه منه بيده. في محاكم، في قضاء، في قانون، في شكوى، في كذا. روح اخي انت، اذا هو كان ممن يشمله العفو اثناء الحرب، فبقول واجبنا الاخلاقي والديني والشرعي والمنطقي انه يقول لا خلص هذا الحق يعني ذهب. واليوم الناس لما تقول انتم ضيعتوا حقوقنا، بقول لك انا جبت لك سوريا كلها، رجعت لك اعظم حق. اليوم اسمنا دمشق صار، صح؟ اليوم صار يقول لك انا سوريا تقول كذا وسوريا تقول كذا. اليوم اسمك دمشق، تعرف شو معنى الكلمة؟ انت اعددت تموضع يعني لبلد ازعج الناس يا اخي، ازعج العالم يعني. اليوم انت رجعت
أعدت أركان الحضارة هي وأعطيتها موقعها الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل شيء. فأنت تروح تهدر القيمة الكبيرة هي مشان أنا بدي أروح يعني راح كل حقوق الناس بعنقي هذه وعلى رأسي من فوق. عرفت كيف؟ وحاشا لله إنه يوم من الأيام أنا تهربت من حق أحد يعني. عرفت كيف؟ حتى لو كان على نفسي أنا. بس إنه خلينا نعمل أولوياتنا طريقة الدولة. اليوم عقل الدولة لازم يحضر. عقل الثأر ما بيبني دولة. عقل الثورة ما بيبني دولة. الثورة صفتها الهيجان والثوران وردود الأفعال تصلح في إزالة حكم، لكن لا تصلح لبناء حكم. فلذلك أنا بقول اليوم نحن الثورة خلصت بالنسبة لنا. جزء من تاريخنا نعتز فيه، نفتخر فيه، نحتفل فيه، لكن لا نستحضر عقليته معنا بالدخول. اليوم تخيل أنا أبني الدولة بفصائل مثلا، بيزبط؟ لا. ففي مؤسسات دولة، في رئاسة، في مجلس برلمان، في حكومة تنفيذية، في خطط استراتيجية ناس عم تنفذ. اليوم لازم يحضر عنا المنظور الاستراتيجي قصير الأمد، متوسط الأمد، طويل الأمد، الأهداف، حط تارجت ونعرف طريق الوصول لكل هدف. بدك للبنية الاقتصادية، بدك للتربية، بدك للتعليم، بدك للصحة، بدك للاتصالات، بدك للتطور، بدك لازم نرجع نواكب العالم خلال كم سنة. وإن شاء الله الجواز السوري خلال كم سنة بتحطوه على الطاولة بصير له وزن. يا سلام الله قوية. أكثر ما كان يؤلمني تشوف الناس كيف تتهافت على الجوازات وكذا وتستصغر في المطارات ويجي الناس تشكو. بقول لك أنا يعني سوري أنت درجة كثير بعيدة، لأنه قوتك كمواطن من قوة بلدك، وبلدك لحين السرقة ولحين الضغط على المجتمع ضغط ما لا توصيف في العالم كانت. يصير محترمين طبعا لأول مرة. كل مكان هلا السوري رافع راسه بكل مكان. السوري بكل دولة في العالم صار هو هلا رقم واحد. أنت اليوم عملت تغير في التاريخ. شما ببینید این وقتی یک انسان عاقل میاد در رأس یک حکومت در ظرف کمتر از 1 ماه 2 ماه امروز وجود خودشون رو، مشروعیت خودشون رو بر همه دنیا قبولاندن، بر عرب و عجم قبولاندن. چرا؟ چون با سیاست و با حکمت و با عقلانیت برخورد کردن. امروز کافر و مسلمان، علمای جهان اسلام، هیئت علمای جهان اسلام، رابطه عالم اسلامی، امتهای اسلامی، کشورهای اسلامی به علاوه کشورهای غربی و سازمانهای غربی که اینو دنبال بهانه میگردن. آقا مدارس دخترانه رو باز کنید در افغانستان. نه، ضد کرده. 4 تا ملا ضد کرده که الا بالله که نمی کنیم. نمانو خلاص. چون براش مصلحت کشور، مصلحت افغانستان، مصلحت 40 میلیون براش مهم نیست. همون خواسته شخصی خودش باید روی کرسی نشانده بشه و عاقبت رو شاهد خواهیم بود که چه خواهد شد. همه دستاوردها، همه قربانی‌ها خدای نکرده به خاطر حماقت و جهالت و اصرار 1-2 نفر خدای نخواسته نابود و از بین نره. یکی از دوستان پیام فرستاده بود که آقا شما ساکت بشینید، ما میترسیم به خاطر مسائل امنیتیتون، به خاطر فلان، به خاطر این، به خاطر اون. نگید بعضی مسائل رو، نگید بعضی از حقایق رو، حتی نگید، شاید براتون دردسر ایجاد بشه. واقعا در عجیب دنیای زندگی میکنیم. یک انسان حقگو، یک انسانی که میفهمه، یک انسانی که واقعیت رو میگه باید ساکت بشینه تا 4 تا جاهل و احمق و نادان آزرده نشن. عجب دنیایی است. یعنی تویی که میفهمی، تویی که علم داری، تویی که بر حق هستی، باید ساکت بنشینی تا که 4 تا جاهل و نادان که به ناحق هستن
اونها آزرده خاطر نشوند، دل نازکشون نشکنه. پس شما باید ساکت بشینید، شما باید حق رو نگید. یا بعضی از دوستان فکر میکنن که ما باید افکار اونها رو، بدعتهای اونها رو، سخنان ناحق اونها رو بهش احترام بگذاریم و به خاطر دوستی و صمیمیت یا آشنایی که داریم از حرف ناحق اونها یا حرف باطل اونها دفاع بکنیم. همچین چیزی در دین ما نداریم. یکی از عزیزان یک روز اومده بود گفت خب حالا صحابه مثلا یک چیزی رو از دین فهمیدن، تابعین فهمیدن، امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد و اینها فهمیدن، حالا ما هم یک چیزی از دین فهمیدیم، اونا هم یک مردی بودن، ما هم یک مردی هستیم، چرا ما باید ساکت بنشینیم، حرف اونها رو باید قبول بکنیم؟ خندیدم، تو دلم گفتم که عجب، اونها هم مرد بودن و شما هم مرد هستین، اونها کجا و شما کجا؟ یاد یک حکایتی افتادم از شیخ ابوبکر جزایری الله متعال رحمتش بکنه. میگن یک روزی یکی از شاگردانش اومد گفت یا شیخ 3 رجال ینتظرونکم عند الباب، 3 مرد در دم در منتظر هستن که شما رو ببینن. شیخ میگه یو از جاش بلند شد گفت الله اکبر، 3 رجال، 3 مرد؟ مگر صحابه زنده شدن؟ اینایی که بودن تو اتاق تعجب کردن، شاگردان شیخ. شیخ ما نفهمیدیم یعنی چی؟ گفت نگید 3 نفر مرد دم در اومدن، مرد صحابه بودن، بگید 3 نفر نر آمدن دم در، مذکر، ذکر. مرد با نر فرق میکنه، ماها نرها هستیم، جنسیتمون مذکر است. مرد صحابه‌ای بودن که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم از اونها به عنوان رجال یاد میکنه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. من المؤمنین رجال، از مؤمنین مردهایی بودند، مرد بودند. یا در مورد صحابه‌ای که در قوا بودن فیه رجال یحبون ان یطهروا، مردهایی هستند که پاکی را دوست دارند. مردانگی بعد از صحابه، مردهایی که نرهایی که مذکرهایی که بعد از صحابه آمدند، اونها مردانگیشان به اندازه متابعتشون از صحابه است. 100% از صحابه متابعت کردن، 100% مردن. 90% متابعت کردن، 90% مردن. 50% متابعت کردن، 50% مردن. 1% متابعت کرد، یک انسان، یک مذکری، یک نری امروز اگر 1% از صحابه متابعت میکنه، 1% مردانگی داره. میخواد ناراحت بشه، میخواد خوشحال بشه، میخواد سرشو بزنه به دیوار. چون الله متعال میفرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ای صحابه، ای مردان امت، اگر مثل شما ایمان آوردن راهیاب شدند. هر آیه‌ای که ما میخوانیم یا ایها الذین آمنوا، مصداقش صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. من المؤمنین رجال، از مؤمنین مردانی بودند. بعد از صحابه مردانگی به اندازه متابعت از صحابه است. امروز در شغالی پیدا شده میگه که من، اونا هم یک مردانی بودن، ما هم یک مردانی هستیم، چرا اونا باید فهمشون از قرآن اینطوری باشه، ما باید از اونا متابعت بکنیم؟ چون که الله میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر مثل ایمان شما صحابه ایمان آوردند، راهیاب شدند. امروز این دین توسط اون مردها به ما رسیده است
که متاسفانه به دست اشباح الرجال، مرد مانندها، امروز به این خواری و ذلت افتاده دین اسلام. آقای شهرام بفرمایید. آقا شهرام بفرمایید. دوستانی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای گیرنده رو ببندن. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان خوب هستید؟ تنسیت هستید؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. استاد جان یک سوال داشتم اگر اجازه باشه. بفرمایید. در روز جمعه در نماز جمعه بله. اگر به مسجد رفتیم و جماعت یک رکعت رو خوانده باشند، ما در دوم رکعت اختلاف کردیم جمعه میخونیم و پیشین میخونیم. اگر به یک رکعت رسیدید می توانید که نماز جمعه بخوانید، اما اگر مثلا در رکعت دوم بعد از رکوع رسیدید باید نماز ظهر بخوانید. برادر عزیز استاد جان یک سوال دیگر بفرمایید. استاد کدام شخصیت ها میتوان پیشگذاری نماز باشند؟ ببینید در دین مبین اسلام و در اکثر مذاهب فقهی اقرأ القوم، یعنی کسی که بیشتر از همه حافظ قرآن باشد باید پیش نماز شود. مثلا 2 نفر حافظ قرآن هستند، آن که صدای خوش دارد، صدای زیباتری دارد، او باید پیش نماز شود. اگر هر دویشان صدایشان زیباست، آن که فقیه هست، فقه دین دارد، به اصطلاح مسائل شرعی را بهتر میفهمد، او باید پیش نماز شود. به همین شکل. استاد جان اگر انسان های گناهکار و مانند مثال ولد زنا یا دیگر شخصیت ها باشند چی بشه؟ یعنی توبه نکرده باشد. اگر یک انسانی باشد که مثلا فاسق و فاجر باشد و انسان گناهکاری باشد، مادامی که آدم خوب وجود داشته باشد، آدم صالح وجود داشته باشد، آدم صالح باید پیش نماز شود. اما اگر هیچ چاره‌ای نبود، یک جمعی بودن که داخلش یک نفری از فاسق است، فاجر است، حالا گناهکار است، اما میخواد نماز بخواند و عالم این جمع همین شخص است، میتواند که نماز رو امامت بکند، مادامی که قرآن بلد باشد، بتواند تلاوت بکند، اشکالی ندارد. اگر شخصیت گناهکار توبه کرده باشد میتواند گذشته؟ بله. صدقاً توبه کرده باشد؟ بله. هزار رحمت استاد جان. سلام در حق ما باشید. الله مطالع علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم. من امروز هیچ سری نزدم به صفحه یوتیوب. خب اینجا این کسایی که توهین میکنن اینا رو من باید بفرستم سطل آشغال. یکیش همین اردنگ است یا هر کسی که است. هر کسی که توهین بکنه من میفرستمش سطل آشغال. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. اردنگ است یا هر کسی که توهین بکنه من میفرستمش سطل. دوست عزیز صدای گیرنده رو ببندید، از طریق تلفن صحبت کنید. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما نازه انشاءالله. سلامت باشید. استاد جان از 2008 سال انشاءالله از وصال حق دیده تا
همه استادا رو گوش میکنیم. یک شهری اومدیم طرف اروپا، انشالله همینجا زندگی میکنیم با عائله و فرزندا. یک نفری به ما همی کمتر دشوار است گفتنم، لیکن میگم یک چیزهای اسلامی ما برای شما یک پیام هم روان کردم استاد. مثلا امام مهدی، خودم که از اسلام بسیار علم ندارم، بله، لیکن هرچی بفهمم از او گوش میکنم همون چیزا را. مثلا یک ویدیو هم روی کردم از سلسله ویدیویی. مقصد میگوید بسیار گپاش نمیفهمم، لیکن وقتی که در باره حضرت ابوبکر، عمر و عثمان و اینا بعد گفتن از هر بعد فهمیدم. گفتم تو شیعه هستی؟ گفتی نه من شیعه نیستم. من گفتم تو کدام دین هستی؟ گفت من مسلمان نیستم. این دین ما نو است. مقصد دین ما نو است. یک مرد دیگر صورتش نشان داد، عکس نشان داد، گفت که این امام مهدی است. مقصد درست. همین چیزایی که شاید فرقه قادیانی باشد. کجایی هستن؟ پاکستانی هستن؟ نه، آذربایجانی هستم. لیکن چند نفر اون مرد که برای ما عکس نشان داد، ویدیوش هم نشان داد، با زبان روسی هم و با زبان عربی و انگلیسی گپ میزنه، لیکن با شما ویدیوش رو بفرستید. شما ویدیوش رو بفرستید من ببینم. من برای شما فرستادم. بالاتر اگر ببینید چند بار زنگ زدم برای شما فرستادم. درست باشه، پس من این رو میبینم انشالله. در موردش صحبت میکنم. تشکر از شما برادر عزیز. استاد جان از رحمت و سلام در امان خدا باشه. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر از شما. من ویدیویی که ایشون ادعا میکنن فرستادن رو اگر یک بار دیگر بفرستید، چون در اینجا در واتساپ شما ویدیویی من ندیدم که شما فرستاده باشید. دوباره این ویدیو رو برای من بفرستید دوست عزیز، حتما انشالله در موردش صحبت خواهم کرد. تشکر برادر عزیز و بزرگوار از لطف شما آقای هجران محمدی. آقای حسن بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. امیدوارم خوب صحت سلامت سلامت باشید. تشکر از شما. استاد سوال چنین است، گفتنیم که در وقت نماز جمعه وقتی که میرایی که در فرض سر نشیده خطبه خونده، در مو حالت سنت خوندن جایز است یا بعد فرض خوندن؟ در اثناء خطبه خواندن؟ بله. وقتی که وارد مسجد میشوید، ولو این که امام در حالت خطبه خواندن باشد، 2 رکعت نماز رو باید بخوانید، تحیه مسجد رو باید بخوانید، چون رسول الله صلی الله علیه و ولو در وقت خطبه باشد، به مجردی که وارد مسجد شدید 2 رکعت تحیه مسجد رو بخوانید، چون که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تاکید کردن که هیچ کدام از شما نشینید تا اینکه وقتی که وارد مسجد میشوید 2 رکعت نماز بخوانید. از سنت چی سنت؟ نه غیر، فقط همین 2 رکعت نماز رو میخوانید فقط. بعد از فرض هر چقدر که میخواهید بخوانید، هیچ مشکلی نیست. امیرا چقدر نیت چقدر میکنی وقتی که 4 رکعت باید پیش از فرض نماز جمعه، 2 رکعت پیش از فرض نماز جمعه باید 4 رکعت سنت بخونی، وقتی که اما حالت چقدر نیت میکنی؟ نیت نماز نفل میکنید، نیت نماز نفل یا سنت میکنید، یعنی کدام نیت خاصی وجود ندارد. باش درست فهمم. تشکر. سلامت باشید. تشکر شما. زنده باشید.
یعنی یک لفظ خاص نیتی وجود ندارد. انسان همین که وارد میشید شما میخواید که مثلا سنت بخوانید، دیگه درونتون چی میخواد؟ برای چی آمدید؟ بخاطر که 4 رکعت نماز سنت بخوانیم. الله اکبر، خلاص نیت کردم ادا سازم که بگذارم 4 رکعت نماز سنت. این بدعت است. تلفظ کردن نیت این بدعت است. نیت در انما الاعمال بالنیات، نیت جایش کجاست؟ قلب است. حالا شما مثلا نماز داری میخوانی به هدف دیگری، اما به زبانت بگو که دارم مثلا نماز سنت یا فرض میخوانم، آیا چیزی رو تغییر میده؟ نه، اون چیزی که در قلبت است او مهم است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. یک تماس رو میگیریم، بعد از اون ان شاءالله با شما خداحافظی میکنیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام استاد، خوبی؟ سلامت باشید. من تماس گرفتم، تلفنم شارژ تمام شد. من الان یه فایلی برای شما پخش میکنم، اگه میشه اینو پاسخ بدین. باشه؟ چیه در مورد چیه؟ میشه یه حدیثی رو میخوام بررسی کنیم. بفرمایید. یه لحظه در مورد حدیث، من آدم هر تحقیقی هم دورم تحقیق میکنم ببینم کی واقعا راست میگه. بیا بفرمایید. صدا میاد؟ نه متاسفانه صدای شما میاد، غیر از صدای شما صدای دیگری نیست. بعضی اسپیکر گوشی من خراب شده. حالا من این مورد یه جا یادداشت کردم. این بخونید اگر میتونید خودتون بخونید. من خود عربیم ضعیفه دوست عزیزه. خب من چطوری پیداش کنم؟ شما وقتی که عربیشو نخونید من از کجا پیداش کنم دوست عزیز؟ نه این آیه هست که میگه این شأن نزولش، من خواستم بررسی کنم ببینم آیا واقعا این درسته که اینا میگن مثلا این آیه در اون زمان نازل شده. چطوری در آیه بلغ رسالتک آیه معروفیه. بلغ رسالتک یعنی چی؟ رسالت تو اعلام به پیغمبر آیه هست که پیغمبر میگه رسالت تو اعلام کنی، که نکنی یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خب بله احسن. این من رفتم تحقیق کردم، این تماس گرفتم خدمت آخونده، این گفت نه تو کتاب خود اهل سنت هم هست. گفتم اگه احسن دیگه هست بیار ما بررسی کنیم ببینیم چجوری. من خودم شیعه داده ازم در تحقیق گفت نه تو آلوسی تو روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از عبدالله بن مسعود گفته که در زمان پیغمبر ما این آیه رو اینجور دیگه میخونیم که در پایانش میگه اسم حضرت علی می آوردیم. یعنی چطور میخوندیم؟ من الان آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الكافرین. احسن. خب الان در اینجا چی گفته مثلا؟ این میگه آقا این آلوسی تو رولمانی، یعنی میگه خود بخونید. الان مثلا ببینید الان من که میخوام مثلا اینجا سرچ بکنم، اینجا یک برنامه‌ای هست، برنامه حدیث هست، برنامه تفسیر هست، باید لفظ عربیشو من در اینجا بنویسم که برام بیاد. هیچ یک از علمای اهل سنت قائل به این نیستن که این آیه در مورد حضرت علی نازل شده. هیچی. حالا من نمیدونم گوشی ما خراب شده، من فایل صوتی صداش هم ضبط کردم، متاسفانه گوشی من اینقدر مدلش یکی گوشیم که ضبط کرده. پیدا کنید ان شاء الله میتونید هفته آینده زنگ بزنید، من در خدمت شما هستم. ممنون از پاسخگوییتون. الله به شما جزای خیر بده که باعث یعنی تغییر دید من تا حدودی شدی. ممنون. خدا تشکر شما. با این وجود من اینجا سرچ کردم، گفتم ببینم این روایاتی که در کتب اهل سنت هست
یعنی همچین چیزی که ایشون میگه در اینجا که این آیه در مورد حضرت علی نازل شده باشه. والله همچین چیزی من در اینجا پیدا نکردم. با این وجود سرچش میکنم، انشاءالله اگر پیدا کردم خدمت شما انشاءالله این رو بیان خواهم کرد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری شما باشید. بله بفرمایید. سلامت باشید، خوشحال شدم که شما صحبت میکنیم. الله متعالفتون کند برادر عزیز، بفرمایید. سلامت باشید. راستی خواستم ما در همین شهر روسیه زندگی داریم اویلوی، همین مسئله همین شهروندی کتی، همین مسئله پاسپورت کتی، من خواستم که همین در بابت شریعت چه خیلی شده باشد. همین وقتی یک انسانی در یک جایی مهاجرت میکنن، مثل شما که در روسیه هستید و در اونجا مجبور هستید که شهروندی روسیه رو بگیرید و هیچ مشکلیش به اصطلاح از نگاه تطبیق احکام اسلامی، عبادات، نماز، روزه، زکات، حجاب، این مسائل بر شما در اونجا نیست، هیچ اشکالی ندارد برادر عزیز. اما اگر فردا حکومت تاجیکستان یک حکومت اسلامی شد، بهتر از حکومت روسیه شد، بر شما واجب است که برگردین به کشورتان و در اونجا زندگی بکنید. فهما رحمت، سلامت و سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. رحمت، سلامت باشید. سلامت باشید شما. بله، من این رو پیدا کردم دوستان عزیز، مطلبی رو که برادر عزیزمون بیان میکنه. این تفسیر روح المعانی است دوستان عزیز، اگر که نشون بدن تفسیر رو. این تفسیر روح المعانی است در زیر آیه 67: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، در تفسیر روح المعانی. خب در تفسیر روح المعانی این مطلب اومده. حالا ببینیم که این، من همیشه خدمت شما عزیزان میگم که آخوندها که هستن بالا و پایین رو قیچی میکنن، این وسط چیزی که باب دلشون باشه اون رو بیان میکنن. در تفسیر روح المعانی چی میگه؟ و زعمت شیعه، و شیعه ادعا می کند که ما انزل الیک خلافت علی کرم الله تعالی وجهه، که این در مورد خلافت علی کرم الله وجهه است. فقد راو با اسانیدهم عن ابی جعفر و ابی عبدالله، که با روایت هایی که از ابی جعفر و ابی عبدالله روایت کردند که خداوند وحی کرد به پیامبرش که ان یستخلف علی، که علی رو باید خلیفه تعیین بکنی. فکان یخاف، و پیامبر بی ترسید، ان یشق ذلک علی جماعت من اصحابه، که این بر بعضی از صحابهش سخت تمام شود. فانزل الله تعالی هذه الآیه، الله این آیه رو نازل کرد و او رو تشویق کرد و که آنچه که خداوند امر میکنه رو بیان بکنه. بعد روایت هایی رو هم در اینجا ذکر میکنه از ابن عباس
قال نزلت هذه الآیه فی علی، که این آیه در مورد علی نازل شده. عیسی امر سبحانه، این حواستون باشه که و زعمت شیعه ادعا میکنه که ان یخبر الناس به ولایتی، که مردم رو خبر بکند به ولایت علی. فتخوف رسول الله ترسید ان یقول ابن عمه و یطعن فی ذلک، که این رو رد بکنن. و خلاصه بعد از اون اینجا میگه که و اخذ بیده فقال علیه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم والی من والاه و عادی من عاده. و اخرج جلال الدین السیوطی فی الدر المنصور ان حاتم ابن مردوی و ابن عساکر راوین عن ابو سعید خدری قال نزلت هذه الآية على رسول الله يوم غدير خم في علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه. واخرج ابن مردوي عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا ولي المؤمنين وان لم تفعل فما بلغت رسالته. و خبر الغدیر، از اینجا این حرف چی است؟ حرف صاحب تفسیر روح المعانی است. و خبر الغدیر عمدت ادلتهم علی خلافت الامیر کرم الله تعالی وجهه. و این دلایلشان است برای چی؟ خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام. و قد زادوا فیه اتماما لغرضهم زیادات المنکره، و چیزایی رو ساختن و اضافه کردن و با اون چسباندن که اینها مردود است، منکر است. و وضعوا من خلاله کلمات مزوره، و حرفهای ساخته و بافته خودشان را بر آن اضافه کردند. و نظموا فی ذلک اشعارا و طعنوا علی الصحابه رضی الله عنهم، و شعرهایی هم ساختند که طعن در اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، به زعم آنها که آنها خالف نص النبی، که صحابه مخالفت کردند با امر پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقال اسماعیل ابن محمد الحمیری عامل الله تعالی به عدلی، که الله سبحانه و تعالی جزای او را بدهد و با عدالت با او برخورد کند. یک قصیده طویلی که در اون توهین به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است، که در آخرش میگه الی آخر ما قال لا غفر الله را، که خداوند او را هرگز نبخشد با این حرفایی که زده. و انت تعلم ان اخبار الغدیر التي فيها امر بالاستخلاف غیر صحیحه، و تو میدانی که روایات غدیری که در اون مسئله خلافت علی رضی الله تعالی عنه مطرح میشه در نزد اهل سنت صحیح نیست. ولا مسلمه لدیهم مثلا، و هرگز ثابت نشده است. نبین ما وقع هناك اتمم لتبین لنوضع الغث منه و السمین. ما اینجا بعضی روایت هایی که صحیح و ناصحیح بود در اینجا برای شما آوردیم. ثم نعود على استدلال الشیعه بابطال و من الله سبحانه تعالی و الاستمداد و علی تکرار. بعد از اون میایم استدلال های شیعه را که باطل بودنش رو ثابت میکنیم به حول و قوه الهی و کمک او تعالی در اینجا بیان میکنیم. بعد اینجا اومده کلن این متن در رد همین روایت هایی است که ادعا میکنن که این آیه در مورد حضرت علی است و در غدیر خم شانتی. خلاصه این تفسیر کلن رد اعتقاد شیعه است. ببینید دوستان عزیز، کل این تفسیر رد اعتقادات شیعه است. و متاسفانه این روش آخوند است که یک قسمتی رو که باب دلش باشه در یک جایی میگیره، قبل و بعدش رو نمیخونه. در کجا آمده؟ در تفسیر روح المعانی اومده. آره این تفسیر روح المعانی رو شما میتونید پیدا بکنید توی کتابخونه مثلا توی ایران تو منطقه‌ای که هستید؟ نه. این مشکل است برادر عزیز. ما مثلا 10-15 سال تو وصال که کلیپ‌های آخوندا رو پخش می‌کردیم همین چیزا رو نشون میدادیم که شما بفهمین که اینها دروغ، تلبیس و خیانت روششون هست. تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.